یواش بابا سرها. خوبه حالا اینقدر سوسول از این ابروات خجالت بکش. چیکار به ابروهای من داری؟ میگم اینا رو فرق واکنی هم خیلی بهت میاد. حرف زیادی نزن، کارتو بکن. پس حالا کارشون اونجا رسیده که اینجوری منو کتک میده. آقا پشت حمله کردن، از جلو که کسی حریف من نیست. آره بابا کی جرأت میکنه از روبرو نگاه کنه اینو؟ حالا کدومشون بود؟ میگم من پشت حمله کردن، من چجوری باید بفهمم؟ ولی من میدونم. واقعا؟ شما کسرا رو دست کم گرفتی ها. تا حالا شدی یه کاریو به من بسپاری به نحو احسن انجام ندن. من علاقه قلبی حالا جون بکن به اون کار کدومشون بود؟ نیما افشار. نیما؟ معلوم بود کسی که به نامردی از پشت حمله میکنه نمیتونه یه دکتر باشه. من به قیافه مفلوک و مدرنیست نمیاد اهل این کارا باشه. من موندم آدمی با این مشخصات چجوری اینقدر تو رو کتک زده؟ به تو میگم از پشت حمله کرد، الان جنازه‌ش سردر ساختمون آویزون کرده بودن. ولی باید ضرب و دستش محکم باشه که اونجوری زده بودت قش کرده بودی افتاده بودی کف سالن. به تو میگم من قش نکرده بودم. آدمی که دراز به دراز افتاده باشه صداش هم میکنی هیچی نگه کف کرده باشه قش نکرده، تو هم قش نکرد. به جای اینجور مثل سگ و گربه به جون هم بیافتیم بعد بیشیم یه فکر اساسی بکنیم. دقیقاً حق با شماست. من میگم زنگ بزنیم 110 بیان جلبش کنن بردارن ببرن. نمیخوام پای پلیس اینجا باشه. میان پرسجو میکنن. اینا هم که دهنشون چاک و بس نداره. یه وقت پرونده مالک مستاجرم وا میشه خرج باقالی بار. آقا من میگم اجازه بدین من خودم همینجا حلش کنم. شما زحمت نکش. دوباره میری یه کتک مفصل میخوری منو بدبخت باید جمع جورت کنم. بعد یه فکر اساسی بکنیم. زهرمان شما که نمیدونی من چه فکر کردم برای چی میخندی؟ ببخشید. حالا چه فکری کردین؟ باید بکشیم این سمت خودمون. بلنشین گمشین بری بیرون. یه مش ابله دور خودم جمع کردم. وای ببین یعنی باورت نمیشه همچین زد تو سرشو که صداش پیچید تو کل ساختمون، یعنی هم تو دراز به دراز نقش زمین شد. مردن؟ نه بابا فقط بیهوش شد، ولی میدونی چیه حقش بود، یعنی میخواست با ماها اینجوری رفتار نکنه. بله بچه‌ها مطمئنین که خود دکتر افشار این کارو کردن؟ خب آره، یعنی اگه با همین دوتا چشای خودم ندیده بودم و باورم نمیشد که اصلا من فکر نمیکردم دکتر افشار همچین آدمی باشه. ببینم قبلش چیزی به تو نگفته بود؟ فیروز خان؟ وای نه بابا دکتر افشار رو دارم میگم. آها نه چیزی که نگفتن، ولی یه جور خاصی بودن وقتی اومدن تو. آخه چجوری؟ چجوری؟ یه جور اراده تو چشماشون موج میزد، از اون اراده هایی که آدمو نگران میکنه. خیلی جالبه. ببینم یعنی قبلا هم یه همچین تصمیمی داشته که بخواد همچین کاری بکنه؟ قبلش؟ آره. نه خب چیز خاصی که نگفتن، ولی یه جور اراده معطوف به قدرت تو چشماشون موج میزد که آدمو نگران میکرد. این که میتونه مال بعدش باشه. وا خب قبلش یه جور اراده دیگه موج میزد تو چشماش، بعدش یه جور اراده دیگه، میدونی از اونایی که وقتی میخوای یه کاری بکنی موج میزنه اراده، از اونا میگم. ببین حالا در هر صورت هر چی بوده دستش درد نکنه، باعث شده این سهرابی‌ها یه ذره از این روش کم بشه. ایوا تو اینجا چی کار میکنی؟ من نگفتم روی یونیت بخواب تا بیاسی از سر کن. این چیه تو دهنته؟ من جا گذاشتم؟ آخه خب ببین اصلا اشکال نداره، تو برو سر جات، بی‌حس که شد من خودم میام. خب باشه برو، من الان میام خودم دیگه، برو. آخه تفلکیو بگو. ببین من برم یه سر به این تفلی بزنم درستش بکنم، ولی ببین دکتر افشار که اومد از طرف من خیلی ازش تشکر کن، بگو هر وقت سرش خلوت شد خودم میام رسما ازش تشکر میکنم. بله چشم خانم دکتر. پرستو جون میدونی چیه، من خیلی بهت حسودی میشه. آخه میدونی مثلا دوست داشتم من منشی یه همچین آدم جسور و قدرتمندی باشم. خیلی خوب من برم دیگه عزیزم، خدافظ. کلا روحیه‌شون اینجوریه، اصلا نمیتونن در برابر حق کشی عکس العمل نشون ندن. من بارها خودم دیدم که در برابر همچین آدمایی مثل کوه ایستادن. خوش به حالت پرستو جون. دکتر شریفی که اصلا یه همچین روحیه‌ای نداره، بچه‌ش هم بهش زور میگه. خب دیگه من یکی از شروط اصلیم این بودش که منشی کسی باشم که شجاع و دلیر باشه و تو هم از این به بعد خواستی بری جای کار بکنی بعد به این مورد دقت کن. واقعا فکر نمی‌کردم مسئله اینقدر مهمی باشه. میگم خب البته احتمالاً دکتر سهرابی بیرونشون میکنن. دکتر سهرابیش اینو دکتر سهرابی اصلا جرئت نداره با دکتر افشار حرف بزنه. تازه آقای دکتر به فیروز خان
من رحم کردم. من خودم یه بار شنیدم ایشون تنهایی 3-4 تا آدم بدجنس خلافکار یه جوری کتک زدن که کارشون کشیده به بیمارستان. واقعا 3-4 تا؟ حالا من 7-8 تا شنیدم ولی میگم 3-4 تا که شکست نفسی هم کرده باشن. حواستو جمع کن. ما که شانس نداریم. بعضی دکترها وای میسن یه سرادا دستشون رو بگیره بندازه بیرون، بعضیای دیگه هم مثل دکتر افشار این همه جنگجو و حریفن. خوش به حال منشیاشون. منظورت چیه؟ داری مطلق میگی؟ نه پس الکی گفتم. البته خب انتظاری هم نمیشه داشتا. وقتی دکتر افشار 7-8 تا دزد مسلح و اونجوری یه تن حریفه، یه دونه سرایدار که کاری نداره. 7-8 تا دزد مسلح رو زده؟ مثل آب خوردن. اصلا مگه نمیدونه چه فنی زدن رو فیروز؟ آره راست میگی ها. انقدر سریع این کارو انجام دادم من فکر کردم که در اتفاقی خورده تو سرش. آدم باید استاد فنون رسمی باشه تا بدونه یه همچین حرکتی بکنه. واقعا جای تحسین داره. منو نجات داد از دست اون دیو. خانم شیرزاد میگفت همیشه اینجورین، جلوی همه زورگوها وای میسن. ولی میگم اصلا قیافش به این چیزا نمیخوره. بس که این دکتر افشار آدم متواضعی هستن. خوش به حال خانم شیرزاد. نیما؟ همین نیما؟ بله خانم دکتر. یک باند قاچاقچی مسلح، اونم تنهایی. منظور شما نیما افشاره؟ بله. میگن کروند مشکی دان 10 داره. تو کارته مگه به شما نگفته بود؟ خب چرا؟ اینو که میدونستم. واقعا مردی که میتونه با یک مشت 10 تا بلوک سیمانی رو بشکونه، براش یه باند مسلح قاچاقچی اصلا آب خوردنه. مگه موقعی که با شما زندگی میکرد از این کارا نمیکرد؟ مردشور خوبیاش رسیده به بقیه. بله؟ عرض کردم بله، اون موقع هم همینجوری بود. خوش به حالتون که یک مدتی رو با همچین مردی زندگی کردید. به نظر من 5 دقیقه زندگی کردن با همچین مردی یک عمر درس. گفتیم با یه مشت 10 تا بلوک سیمانی رو میشکونه؟ بله. در صورتی که میگن رکورد جهانی 8 تا بلوک سیمانی. از تواضعشه که اعلام نمیکنه. بله، خیلی متواضع. شما که قدرش رو ندونستین، ولی ما خیلی خیلی باید خوشحال باشیم که یه همچین دکتری تو این ساختمون از ما داره حمایت میکنه. با اجازهتون. آره عزیزم، همیشه بهش میگفتم تو چرا دخالت میکنی؟ بذار مردم مشکلشون رو خودشون حل کنن. گوش نمیداد که. میگفت مشکلات مردم مشکلات منه. یعنی واقعا آفرین. اگه همه دکترها اینجا یه همچین روحیه‌ای داشتن، این سهرابی و فیروزم دمشون رو میذاشتن رو کولشون از اینجا در میرفتن. ببینم تو چرا تا حالا نگفته بودی دکتر افشار همچین روحیه‌ای داره؟ تو که منو میشناسی، از پست دادن اینجور عداوت‌بارا متنفرم. میدونی واقعا خوش به حال این نازنین. عجب شوهری گیرش اومده. نه خیرم اینجوری نیست. از کجا معلوم برای اون شوهر خوبی باشه؟ اصلا حرفشو نزن. مطمئن باش که شوهر خوبیه واسم. فوقش هم باشه. به من چه؟ از کجا معلوم دختر قدرشو بدونه؟ راست میگی ها؟ خود تو چرا قدرشو ندونستی؟ به نظر من که یه کلاه سر رفته به این بزرگی. کلاه سر من رفته؟ عمرن. از اینجور شوهرها برای من ریخته. آره خب دارم میبینم. من که اگه جای تو بودم یعنی از حسودی دیق میکردم. من برم کتی جون، برم یعنی این مریض من دارم تو خون میره دهنش چجوری. من رفتم. من چقدر بیچارم. دلم خواهد چشای نازنینو در بیارم بذارم کف دستش. به من میاد من یه همچین غلطایی بکنم؟ نه انصافا همچین غلطایی بهت نمیاد. منظور چیه؟ منظوری نداشتم، فقط حرف تو رو تایید کردم. ببین هومن، من آدمی هستم که از خشونت خیلی متنفرم. خیلی نکن دیگه بیادم. نخند. و اینا فیروز که سر است، فیروز گنده تراشو مینشونم سر جاشو. نگاه نکن من لاغرم ها، بنیم خیلی قویه گفته باشم. بچه قیافت اینطوری میکنی؟ چی؟ دماغم یه خورده میخواد. داری مسخره میکنی؟ باور نکردی نه؟ منو ول کن نیما جون. مهم الان اینه که تو این ساختمون همه تو رو باور کردن. یعنی چی؟ من کسی چیزی گفته؟ همه دارن درباره بنیه قوی جناب عالی صحبت میکنن. چی میگه؟ شدی قهرمان ساختمون. وقتی اسم تو رو میارن اشک تو چشماشون حلقه میزنه. بله همه دارن درباره مبارزات جناب عالی صحبت میکنن. مبارزات؟ هم کدوم مبارزات؟ میگن یه دفعه با چند تا دزد و قاچاقچی درگیر شدی، زدی همشون لتو بار کردی. تو فکر کن من پاشم برم با قاچاقچیا بخوام مبارزه کنم؟ چرا که نه؟ میگن دان 10 کاراته داره. با یه دست میزنه 10 تا بلوک سیمانی رو از وسط خورد میکنه. اینا میگه؟ بله. عجب آدمایی. همه مردم منتظرن که خیلی زود شایعه بسازن. یعنی چی؟
ولی مثل اینکه بعدت نیومده نه؟ نه با من برای چی باید خوشم بیاد؟ من اساسا از خشونت متنفرم هومن جان. به جای اینکه صدا تو اونجوری بکنی بلند شو برو راستشو به همشون بگو. خیلی خوب، ولی چه اصراریه؟ بذار وقتی سر وقت هر کی اومد حرفی زد یا چیزی پرسید اون موقع بهش میگم دیگه. مثل اینکه بعدت نیومده. میگم همین الان بلند شو برو بهشون بگو حقیقتو. ببین هومن جان، من دوست دارم مردم همونطوری که من هستم منو دوست داشته باشن. باشه؟ البته اونطوری که تو هستی زیادم دوست داشتنی نیستا. منظور چیه؟ من چی؟ خانم شیرزاد در. بله خانم شیرزاد. خانم شیرزاد. خانم شیرزاد. خانم چی شده؟ چرا اینجوری شده؟ سکته کرده فکر کنم. راحت شدیم. آقای دکتر، زشته. من واقعا به خودم افتخار میکنم که مشی دکتری مثل شما هستم. واقعا برای یک مشی هیچ افتخاری بالاتر از این نیست. خواهش میکنم. میدونین چی آقای دکتر؟ من تا امروز نه تنها فکر میکردم شما آدم ضعیف و بیشخصیتی هستین، بلکه فکر میکردم تو سریخور و بدبخت و بیچاره هم هستین. خیلی ممنون از لطفتون خانم. نه ولی امروز فهمیدم که اشتباه میکردم. برای اینکه کسی که میتونه یک کامیون آجر رو با دندون بکشه واقعا نمیتونه آدم ضعیفی باشه. کامیون با دندون میکشه، این یکی دیگه نشیده. نشینی که نشینی. حالا چون شما نشینی دلیل نمیشه که ایشون این کار نکرده باشن. بعدش هم چطور نمیتونی باور کنی آدمی که دست تنها تو جنگل میتونه یه خرسو بکشه چطوری نمیتونه یه کامیون آجر رو با دندونش بکشه ها؟ خرس؟ پاشو برو به همشون راستشو بگو. پاشو. خیلی خوب، سر وقت میگم. چه خیلی. سر وقت نه، همین الان. پاشو. ای بابا تو هم گیر دادی ها. ببینید خانم شیرزاد. آقای دکتر هر چی میخواین بگین اجازه بدین که بعداً گفته بشه. فعلا اعضای ساختمون منتظر تشریف فرمایی شما هستن. برای چی؟ برای تشکر و قدردانی از زحمات و حمایت‌های شما. برای تشکر؟ جناب آقای دکتر اخشار، پوزش میطلبیم از اینکه مصدی اوقات شریف شما شدیم. تصمیم گرفتیم به خاطر حمایت شما و فداکاری و از خودگذشتگیتون و اون رویه پهلوانی و قهرمانیتون و اون منش والایتون خدمت برسیم و این دست گل ناقابل رو به خاطر تشکر از طرف کل ساختمان به گردن استوار شما بیاندازیم. تشریف بفرمایید. تشریف بفرمایید. اجازه بفرمایید منم یه دو بیتی گفتم که الان میخوام برای آقای دکتر بسرایم. بفرمایید. تو ای دکتر که چون کوه و سواری، بلندقد و ستبر همچون چناری، برای دشمنان گر زهرماری، برای ما مثل شام و نهاری. واقعا اجازه بفرمایید یه لحظه خواهش میکنم. یک لحظه خواهش. دوستان خواهش میکنم، آقای دکتر میخوان صحبت کنم. دوستان من خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. بیماران منم دارن شرمنده میکنن. خواهش میکنم بفرمایید. خواستم خدمتون عرض کنم که راستش رو بخواید، یعنی چطور بگم، حقیقتش اینه که من تا آخر پشت شما هستم. آخر تو چی گفتی؟ من هیچی. زدیش؟ تو فیروزو زدیش؟ نه البته اینجوری هم نبود که داری میگی نازنین. ببین نیما تو که اهل دعوا معوا نبودی. نه بابا من کجا اهل دعوام. خانم شیرزاد راست میگفت، زنگ زده به چیزایی تعریف میکرد. دروغ میگفت؟ نه بابا دروغ نمیگفت نازنین. ببین فقط من داشتم تو وانمود میکردی که اهل دعوا نیستی. تو به من دروغ گفتی. نازنین من هیچ وقت به تو دروغ نمیگم مگه اینکه لازم باشه. در این موردم باور کن نازنین. من تو واقعا فیروزو زدی؟ من آره خب یعنی عالیه. نه ببین عالیه. آره واقعا عالیه. واقعا؟ آره برای اینکه من همیشه فکر میکردم شورم خیلی ترس و بزدله.
دست شما در نکنه، خیلی ممنون. این ناراحت نشد، تو تنها کسی بودی تو اون ساختمون که جلوی سهرابی وایستادی. خب آره تقریبا آره دیگه. وای نیما، تو از حقوق دیگران دفاع کردی. من وظیفه‌ام بود نازنین. ببینم تو که اینقدر آدم بزرگی بودی چرا اینو قایم کردی؟ خب میدونید تو که منو میشناسید، میترسیدم یه موقعی ریا بشه. وای من بهت افتخار میکنم نیما. ممنون. وای راست میگه، این بتمن، زورو، سوپرمن. میخوای برات این نقاب نقاشی کنم؟ بچه شدی نازن، چی داری میگی؟ بس به همه بگیم. البته که راحت، من که چیزی برای پنهون کردن ندارم. آره چرا به بقیه نگیم که تو اینقدر آدم بزرگی هستی؟ آره اصلا بذار به مامانت زنگ بزنم. تلفن کجاست؟ تلفن اونجاست. چرا بهش نگم؟ حالا عجله این نیست که نازنین، میگی دیگه بهش. بذار بهش بگم که اینقدر به من نگه که شوهر تو بدبخت و بی دست و پاس. همچین حرفی میزنه مادرم راجبه؟ آره همش داره ناصر رو تو سر تو میکوبه دیگه. بهش بگو بهش. برنمیداره. قربون این پسر قهرمانم برم. سلام مادر جون. سلام. خوبی؟ مادر جون من داشتم الان شما رو میگرفتم. ببین چه با افتخارم میگه. به جای اینکه به مادر شوهرت سر بزنی، زنگ بزنی، آخه باید لوله پول من بشی. من اگه یه مادر شوهر مثل خودم داشتم میذاشتمش تو سرم، حلواش میکردم. اصلا میدونی چیه؟ از وقتی که این اینترنت و تلفن و این چیزا اومده، ادب و نزاکت و شعور و همه چیز از مردم بود. نه آخ اینطوری هم نیست مادر جون. مادر من منظورم اصلا این نبود. بخور مادر، من برات معجون آوردم، بخور جون بگیری بتونی بقیه رو بزنی. بقیه رو بزنم مادر جون؟ مگه من قراره همه رو بزنم؟ چی داری میگی؟ مادر جون نزنی میزننت، پس باید بزنی دیگه. نه مادر جون، خوب که دیگه میشه زورگویی. نیما باید اونا رو بزنه که حقشو میخورن. نیما به حرف این نازنین گوش نکنی و هر چی که من میگم گوش کن. بخور جون بگیری بتونی بزنی. مادر جون من اصلا راضی به زحمتتون نبودم. چه زحمتی؟ من اگه برای تو زحمت نکشم برای کی بکشم آخه؟ باید همینجوری بمونم نگاه کنم که این خانم نازنین خانم بهت علوفه بده بخوری، اصلا جون نداشته باشی بقیه مردم بگیری بزنی؟ مادر جون البته شما خیلی زحمت میکشید، دستتون در نکن. نه منظورم نازنینم خیلی زحمت میکشه، دستشو. حالا کی به شما خبر داده؟ خودت گفتی. من کی گفتم مادر جون؟ من شنیدم داشتی به نازنین میگفتی، پشت در بودم دیگه. بله حواسم نه، پشت در بودین. بله. در ضمن نازنین خانم فکر نکن که من نمیدونستم بچه‌م قهرمانه. چرا؟ میدونستم، ولی همیشه خدا سرکوفته ناصر میزدم بهش فقط به خاطر اینکه بچه‌م مردبار بیا. نتیجه‌ش هم میبینی که. خیلی ممنون مادر جون، خیلی زحمت. حالا دست دارید؟ نه اونو بخوری یا نذاری زمین. چشم. خیلی زحمت کشیدید، خیلی زحمت کشیدید. من پشت دارم میشنفم. نازنین برای چی این طفلی رو انقدر اذیتش میکنی؟ نیما من اذیتش میکنم؟ اومده اینجا هر چی خواسته دلش خواسته به من گفته، بعد من اذیتش میکنم. یکم یواشتر، من بازم دارم میشنفم حرفاتونو. با چشم مادر جون، چشم. چی نگو. شما اصلا لازم نکرده اینو بخوری. ناز چیکار؟ ناز کجا داری میبریش؟ نازنین ای بابا بیا بزن اینجا، داشتم میخوردم اینجا وای نستین آقا، نوبتتون رو گرفتیم بفرمایید بشه. میاد دیگه ای با کار داریم. خب میخواستم بپرسم واقعا راسته این دکتر افشار رکورد سقوط آزاد جهانو دارن؟ بله راسته. شنیدم سابقه مبارزه تو آفریقا هم داشتن. من همیشه آرزو داشتم دکترم یه همچین آدمی بود. این دکترها که همه عمرشون تو مطب فقط میشینن و حرف میزنن، به هیچ دردی نمیخورن. بله میگن دکتر افشار برای اینکه بهتر بتونه مریضاشو درمان کنه یه چند سال خودش رو تو بیمارستان روانی هم بستری کرده بوده. واقعا؟ نشنیده بودین شما؟ بله چرا شنیده بودم. شما هم آروم‌تر حرف بزنین که ازدحام نشه. دیرمون شده بگم. ای بابا خب آقای دکتر بیان دیگه، من چیکار کنم؟ دستن الان زنگ میزنم بهش. الان آقای دکتر. ای بابا صبح بخیر آقای دکتر. خوب هستین؟ خیلی متشکرم. خسته نباشید. چه دکتر افشار شما هستین؟ بله در خدمتتون هستم. به افتخار دکتر افشار. خواهش میکنم خانم شیرزاد، به شما باید بگم خانم. اینا چی میگن؟ مریضای جدیدتون هستن آقای دکتر، اسم و آوازه شما همه جا پیچیده. واقعا؟ بس یکی من میرم داخل مطب، یکی راهنماییشون کنیم. ببخشید یه لحظه من عذرخواهی میکنم. در خدمت همتون هستم. خواهش میکنم بفرمایید. خانم بریم تو؟ بله شما اجازه بدید نظم رو رعایت بکنید که نوبت به همه
برسه. آرومتر لطفا. آقا تو هم داد نزن آقا. ای بابا این که ما کار داریم نمیذاره به کارمون برسیم. از صبح تا اینجاییم. به هیچ وجه نباید بترسید، به هیچ وجه. میرید پیش رئیستون، محکم بهش میگید که پول منو به من بده. اگه اخراج هم کرد چی؟ بی خود کرده؟ میرید اونجا ساکت روی رئیستون وای میستید، با اعتماد به نفس، نه با تزلزل به خودتون راه بدید. با اعتماد به نفس محکم صاف تو روش میگید که پول منو بدید. چشم. من مطمئنم که شما میتونید پولتون رو بگیرید. بفرمایید. از اون ممنونم آقای دکتر. امروز میرم حقش کفایتش میدادم. فقط قوی باشید. بفرمایید. به سلامت. یعنی چی؟ به به جناب دکتر افشار، چی کار دارین؟ مگه حتما باید کاری داشته باشین؟ آدم نمیتونه دلش واسه دوستش تنگ بشه بیاد یه سری بهش بزنه؟ انگار دیدن ما خوشحال نشدی. چرا؟ ولی خب میدونی من امروز مشاورم زیاد بود، کمی خستم. این چه طرز مهمون نوازیه؟ آقا فیروز مثل اینکه از ما خوشت نمیاد. بابا این چه حرفیه میزنی؟ آقا فیروز چی میگه این کسی؟ وضعت هم خیلی خوب شده. امروز سرت شلوغ بود، کلی مریض داشتی. آره امروز یکم شلوغ بود. بله دکتر افشار دیگه. این روزا همه جا صحبت از دلاوری‌های شماست. برای همینم باید سرت شلوغ باشه. اختیار دارید. بابا اینجوری هم آقا فیروز چیکار داری؟ ببین نیما جون گوش کن به من. میدونم سرت شلوغه ولی من حامل یه پیامم از دکتر سهرابی برای شخص شما. بفرمایید. آقای دکتر سلام رسوندن، گفتن شاید ندونید ولی ایشون شما رو بسیار دوست دارن و فرق زیادی بین شما و بقیه دکترای ساختمون قائلن. واقعا؟ بله همین بود دیگه فیروز. بله اتفاقا گفتن که هم اجارتون رو میخوان بیارن پایین، همین که یه جای خوب تو پارکینگ بهتون بدن. واسه چی؟ بعد میخواد در حقت لطف کنه. عوض دست درد نکنه شه. محبت سرش نمیشه که. نه آخه میدونی چیه، این دکتر سهرابی زیاد چش دیدن منو نداره، اینه که یه مقداری تعجب کردم. اشتباه کردی دکتر، اشتباه کردی. ایشون از اولم شما رو دوست داشته ولی جنس دکتر از اون آدماست که دوست داشتنشو نشون نمیده. تازه دکتر گفتن بهتون بگم یه وام میتونه برات ردیف کنه که ماشینت هم عوض کنه. جدی میگی؟ دستش درد نکنه. فقط چی؟ یه خواسته کوچیک داره. خب بگو. اینه که قاطی بازی اعتراض این دکترا نشی و مثل بچه آدم بشینی روانشناسی تو بکنی. هر کس هم اومد هر چی گفت بگی به من ربطی نداره، خودت قاطی ماجرا نکنی. بله الان فهمیدم که این مهر و محبت و این واما و اینها به خاطر چی بوده. میخواستید منو بخرید نه؟ داری به من پیشنهاد رشوه میدی مرد حسابی؟ دیگه داری بی‌معرفتی میکنی نیما، دیگه داری بی‌معرفتی. من گفتم اینم هر احساس محبت نیست. آقا فیروز خودم مالیش میکنم. داری تهدید میکنی؟ آره دارم تهدید میکنم. مشکلی داری؟ نه چرا حالا قاطی میکنی؟ داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. من اینو به تو نکن. تو فکر کردی یه دفعه با نامردی از پشت منو زدی ازت میترسم؟ آقا نکن آقا فیروز. آقا اون یه سوء تفاهم بود تمام شده رفت. بابا من اصولا با برخورد فیزیکی کاملا آقا فیروز اینو من گفتم این جوجه قیافش به قهرمان بازی نمیخوره. قهرمان بازی چی آقا فیروز؟ من دارم عزیز من بکش کنم. نیما جون دیگه تقصیر خودته. من میخواستم با روش خوبی حل کنم این قضیه رو. از این به بعد میسپارمت فیروز. چه کار کردی من نه اینا که اینطوری میبینید اینا همینطوری به صورت خاک بر سر بیورزتون کنم. دو تا آدم گردن کلوف پس یه مافنگی بر نیومد. آقا به جون شما فرصت نداد تکون بخوریم. این نیما خیلی قویه. با چی خیلی قویه؟ شانسی بود. عمرم بتونه اون منو بزنه. بابا حرف نزن دیگه. فکر می‌کنی این دفعه از پشت زد؟ بابا دکتر این نیما خیلی قویه. بس آبروی منو بردی. یه اباحته که تو این ساختمون داشتم که شما گن زدید توش رفت. کم بود شریفی منو مسخره کنه. دیروز راه رو من دیده میگه اگه دکتر روانشناس خوب بخوایم بهتون معرفی کنم. بعدم خندید و رفت. آقا از فردا میخوای قوانین سختری بذارین؟ نه فایده نداره. هنومون دیگه پیش هیچ کی رنگ نداره. این نیما هم دستش گرم شده خیلی قویه. حالا چیکار کنیم؟ شما رو نمیدونم. من چند روزی میخوام قید شم آبا از آسیاب بیفته. موندنم همه چیز بدتر بود. یعنی میخواین جا بزنی؟ نه اسم این جا زدن نیست. اسم این عقب نشینی استراتژیکه. وقتی شانسی برای موفقیت نداری بیخود نباید انرژی هدر بدی. باید صبر کنی دشمن اشتباه کنه.
وقتی اشتباه کرد از همون نقطه ضعف ضربه کاری رو بهش بزنی. به این میگن استراتژی جنگ. حالا این چیه جنگ که میگین تا حالا به دردمون نخورده که. استراتژی جنگ. وقتی زنگ گرفتی بدبخت شدی میفهمی چقدر چیز مهم و حیاتیه. دکتر نیما خیلی قویه. خیلی خوب بابا، تو هم کشتی ما رو. فقط حواستون جمع کنید. تو این چند روزی که من نیستم هر حرکت اونا رو من گزارش بدین. آقا اینا اینجوری پرروتر میشن ها. برعکس اگه بمونم کنارم بذارم پررو میشن. باید برم. وقتی دارم تصمیم میگیرم خودم برم حرکت رو خودم کردم. این منو در موقعیت بهتری قرار میده. به این میگن استراتژی جنگ. یعنی اینجوری میشه همون چیه جنگ که همون گفتیم. استراتژی جنگ. بله همونه. من نمیدونم چرا هیچی ازش نفهمیدم. حالا من چی بهشون بگم؟ تو نمیخواد کاری کنی. من خودم از این می‌نویسم واسهشون بخون. آقا من یه چیزی بگم. این نیما خیلی آقا این بیورزه رجالو چیش من دور کن تا کار ازش ندادم. خوش بینیم بابا. خیلی قویه خیلی قویه. آقایون و خانوما یه لحظه سکوت لطفاً. آقایون و خانوما یه لحظه سکوت لطفاً. با شما هم یه لحظه سکوت. اجازه بدین فیروزخان میخوان یه پیغام مهمی از طرف دکتر سهرابی براتون بخونن. آقای دکتر سهرابی باز برای ما قوانین جدید وضع کردن. لابد از فردا صبح به صبح باید کارت ورود و خروج بکشیم بریم. اگه یه لحظه اجازه بدین خودتون متوجه میشین. ای بابا من موندم شما چرا الکی به خودتون زحمت میدین؟ وقتی دکتر افشار اینجاست که ما دیگه به حرف دکتر سهرابی گوش نمیدین. اصلا مثل که شما روتون کم نشده. میخوام بگم آقای دکتر زحمتتون رو بکشن. خواهش می‌کنم این چه حرفی داری میزنی؟ میشه یه لحظه اجازه بدین؟ خواهش کنم چند لحظه ساکت باشین. بفرمایید. با عرض سلام خدمت پزشکان عزیز و محترم که بودن در کنارشان همواره برای من باعث افتخار و مباهات بوده، هست و خواهد بود. با توجه به کسالت و خستگی ناشی از کار زیاد و به تجویز پزشکان برخلاف میل باطنی و از سر ناچاری برای مدتی کوتاه مجبور به ترک شما عزیزان می باشم که امیدوارم به بزرگواریتان بنده را عفو بفرمایید. از آنجا که در نبود این جانب وظیفه مدیریت ساختمان که در اصل خدمت به شما دوستان است میبایست بر عهده فردی دیگر قرار بگیرد، بران شدم تا برای سپاس از زحمات بیشایبه و قدردانی از محبت‌های بیدریغ دکتر نیما افشار ایشان را به عنوان جانشین خود در مدیریت ساختمان برگزینم که قطعا شایستگی و لیاقت چنین مسئولیتی را دارا می باشند. امید است که کمال همکاری را با ایشان مبذول نمایید. نمک در نمکدان شوری ندارد، دل من طاقت دوری ندارد. ارادتمند و خاک پای شما دکتر امیر منصور سهرابی. سمت بودی. ما سالها انتظار همین متشکرم. بدش من ببینم. این چیه مال گازه؟ بالاش چی نوشته؟ نوشته سهمیه برق هر واحد. پس احتمالا مال گاز نیست. سهمیه برق هر واحدی توش نوشته. خیلی خوبه. چه خبره؟ امروز روز اول مدیریت منه. یکم طول میکشه تا چماخمه کار دستم بیاد. خب شما چیکار میکردید؟ کل برق عمومی رو تقسیم بر تعداد واحدا میکردی دیگه، درسته؟ تقسیم بر تعداد واحدا منهای یک. بر چی منهای یک؟ واحد آقای سهرابی ازش کم میکردیم. یعنی آقای سهرابی پول برق عمومی رو هیچ وقت پرداخت نکرده، درسته؟ نه، به عنوان حق مدیریت کم میکردن. خب مدیریت زحمت داره دیگه، مفتی که نمیشه. شما خودتون مفتی کار میکنین؟ یعنی چی؟ چه حرفی داری میزنی مرد حسابی؟ مدیریتی ساختمون که دیگه حقوق نمیخواد. چی داری میگی تو؟ تو مدیریتی من از این خبران نیستا فیروز، گفته باشم. پول آبو که دیگه میدادن نه؟ نه. پول آبم نمیداد؟ نه. ای بابا عجب آدمی بوده. قبض آبم تقسیم بر کل تعداد واحدا میکنی. مفهومه؟ ولی آقا نوآوری کردن تو مدیریت خیلی هم خوب نیستا. خیلی خوب. حالا تو لازم نکرد از نوآوری تو مدیریت برای من سخنرانی کنی. من خودم خوب میدونم چیکار کنم. مدیریت قبلی رو باید فراموش کنی. همه چیز جدید شده. پول شارژ رو چجوری حساب میکردی؟ هزینه‌های جاری ساختمون رو ضرب در 2 میکردیم، تقسیم بر تعداد واحدها. برای چی ضرب در 2 میکردی؟ واسه محکم کاری. شما خجالت نمیکشیدی؟
نه من از بچگی اهل خجالت نبودم. بله دارم میبینم. همه رو تقسیم برای تعداد واحدا میکنی، مفهومه؟ بقیه قبضا و فاکتورا رو برای من میاری. ولی آقا شما به فکر خودتون نیستین، لااقل به فکر بقیه باشین. یعنی چی؟ این کار اتفاقا به نفع همه است؟ همشون که نه. چی میخوای بگی؟ منظورتو نمیفهمم. آقای دکتر سهرابی در ماه 1% رو به من میدادن. آها، خب اینو زودتر بگو. پس به خاطر همین داری هرس میخوری نه؟ پس جناب شریک دکتر سهرابی بودی. ببین فیروز، گفته باشم از این چیزا دیگه خبری نیست. اینا را کلت بریز بیرون. مدیریت من بر اساس سلامت، احترام و صداقته. مفهومه؟ بله. بفرمایید. خانم شیرزاد گفتن که با من کار داری. سلام. سلام. بله کارتون دارم. میخواستم یه سوالی ازت بپرسم. برای چی از پول شارژ ساختمون برای شما فیش حقوقی صادر میشد؟ بنده وظیفه خطیر چشم و گوش دکتر سهرابی رو تو ساختمون اجرا میکردم. یعنی هر گونه اخبار و اطلاعاتی رو به سمع و نظرشون میرسوندم. از این بعد به شما احتیاجی نیست، میتونیم تشریف ببریم. چرا؟ به خاطر اینکه من خودم چش و گوش دارم، در ضمن به همم اطمینان دارم. بفرمایید. جسارتا جناب دکتر، این شیوه مدیریت یه ذره مشکل داره ها. عجب. این جماعت جنبه این چیزا رو ندارن. پس فردا روشون زیاد میشه، اون وقت اجازه بفرمایید آقا. شما لازم نکرده از مدیریت برای من اینجا سخنرانی کنید. من خودم خوب میدونم چیکار کنم. بفرمایید سر کافی شاپتون. بفرمایید. ولی آقا اگه ما چیزی میگیم برای خودتونه. وقتی میشه از امتیازات مدیریت استفاده کرد، خب چرا نمیکنین؟ شما لازم نیست انقدر به فکر من باشید. بفرمایید آقا. بفرمایید آقا. در ضمن یه دقیقه بیا. واحد دکتر سهرابی حساب کتاب میکنی، مبلغی که باید واحد دکتر سهرابی پرداخت کنن دقیقا توش مینویسی. مفهومه؟ بفرمایید. بفرمایید. چی شده خانم؟ ببخشید، من آخه میدونین تا حالا یه قهرمان رو اینقدر از نزدیک ندیده بودم. امرتون رو بفرمایید. بله در چه مورد؟ من چه میدونم در چه مورد؟ شما اومدی تو با من کار دارید خانم. بله خانومتون تشریف آوردن. این وسط هم عضو سابق خانوادتون که الان دیگه عضو خانوادتون نیستن تماس گرفتن. بعد من یه جوری بهشون گفتم شما نیستین که خانومتون یه وقت متوجه نشن. واقعا؟ من توقع نداشتم. تبریک میگم بهتون. خجالت هم میدونین به هر حال وقتی آدم منشی همچین دکتریه بعد دقتشو ببره بالا. بگم بیان تو؟ خواهش میکنم بفرمایید. بله. خانم افشار سلام نازنین، چطور؟ سلام. مزاحم نشدم؟ نه به من گفتن که آخه قرار بود نازنین بیاد. میتونی ایشون همسر سابق من هستن خانم شیرزاد. نه ایشون همسرتونه. ایشون همسر سابق من هستن خانم. واقعا؟ ایوا خاک بر سرم. میدونین چی شد؟ من امروز دست پاچم یکم قاطی میکنم. وای به خانمتون گفتم نیستین، برم زنگ بزنم یه وقت نگران نشن. بفرمایید. ببخشید. خواهش میکنم، پیش میاد بالاخره. من در خدمتتونم. بفرمایید. کار خاصی نداشتم، اومدم بهتون مدیریت تبریک بگم. خیلی متشکرم، شما لطف دارید. بفرمایید بشینید. نه واقعا به نظر من لیاقتشو داشتی. بله
میدونم. ولی مثل همیشه هم یه مقدار خوش شانسی آوردی. بالاخره خوش شانسی آوردم یا لیاقتشو داشتم؟ اینجا که غریبه نیست. اگه میخواستم بر اساس لیاقت انتخاب کنن، کسای دیگه هم بودن که با لیاقت تر بودن، دکترم بودن. آره؟ به هر حال مبارکه. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. اتفاقا الان داشتم این قبضا و رسیدا رو میدیدم که دیدم که به خانم برهان نژاد شما 2 ماه شارژ بدهکارین. بله، به دکتر سهرابی گفتم 2-3 ماه شارژمو دیرتر میدم. پولمو یه جایی سرمایه گذاری کردم. خیلی کار خوبی کردید، ولی محبت بفرمایید فردا بدهیتون رو حتما پرداخت کنید. گفتم که از دکتر سهرابی اجازه گرفتم. ایشون دیگه تشریف ندارن. در زمینم خدمتتون عرض بکنم که درست ما قبلا یه نسبتی با هم دیگه داشتیم، ولی این دلیل نمیشه که بین شما و دیگران تبعیض قائل بشم. هنوز هیچی نشده دارین از قدرتتون استفاده میکنین؟ چه قدرتی؟ من فقط دارم وظیفه‌مو انجام میدم، همین. بفرمایید. آقای محترم، من از اولم میدونستم شما جنبه مدیریت نداری. خانم برهان نژاد بفرمایید. چی کار داری میکنی؟ بابا این آسانسور همیشه خرابه. یه بار درش نصفه باز میشه، یه بار فقط طبقه‌های زوج وای میسه، یه بار وسط طبقه وای میسه، یه بار همچین با سرعت میاد پایین، آدم قلبش میاد توی گلوش. الانم که اصلا درش باز نمیشه، نمیدونم کجا گیر کرد. خیلی خوبه. تو یکم آروم باش، خونسرد باش. من خودم با این مشکلات و مسائل این آسانسور کاملا آشنام. باید یه فکر اساسی راجبش کرد. آره واقعا نیما اینو بذار توی اولویت. همه رو داره دیوونه باشه خیلی خوب دیگه. یه بار گفت درش باز شد. دکتر چرا اینجوری شدی؟ طبقه چندم؟ چرا اینجوری شدم؟ از دست این ساختمون دیگه یه طبقهش گرمه، یه طبقهش سرده. مطب من این قطب جنوب بمونه. تو آسانسور آدم یخ میزنه. این چه مدیریتیه واقعا؟ خیلی خوب. شما آروم باش، آروم باش. اینطوری نمیشه. باید یه فکر اساسی راجع به این آسانسور بکنم. آره. کجا داری میری؟ من هیچ اومدم به دکتر شریفی یه سری بزنم ببینم کم و کسری چیزی نداشته باشه. مگه باید کم و کسری چیزی داشته باشه؟ ایوا شمایید آقای دکتر؟ ببخشید میخواستم یه لحظه که یه لحظه ببخشید. عذر میخوام، میفرمودین. خواهش میکنم. حالتون خوبه؟ بله. من میخواستم که یه لحظه مزاحم آقای دکتر بشم. خب چرا نمیفرمایید داخل؟ نه مزاحمشون نمیشم. فقط محبت کنید صداشون کنید تشریف چشم. همینجوریش کلی طرفدار پیدا کردی. چرا نمیفرمایید داخل؟ بذار روح ماه تو ببوسم. متشکرم. خوبی؟ خوبی؟ حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. بفرمایید. نه مزاحم کارتون نمیشم. فقط اومدم ببینم که کم و کسری چیزی ندارید. برای شارژ اومدید؟ من که شارژمو دادم. نه ببینید بحث شارژ نیست. از شارژی که قبلا دادید هنوز مونده. من به عنوان مدیر ساختمان اساسا میخوام که یه سری به کل اعضای این ساختمان بزنم ببینم کم و کسری چیزی ندارن. اگر مشکلی چیزی دارید بفرمایید که من لحاظ کنم، چون میخوام یه دستی به سر گوش این ساختمون بکشم. دستتون درد نکنه. واقعا دکتر سهرابی که تشریف می آوردن اینجا یا برای گرفتن شارژ بود، یا اینکه اجاره مطب رو ببرم بالا، یا تهدیدم میکرد که اگر فلان کارو بکنم یا بیسار کارو نکنم میندازتم بیرون. آقای دکتر شریفی شما نیما رو با آقای دکتر سهرابی مقایسه میکنی؟ من غلط بکنم آقای دکتر؟ راستش آقای دکتر، حالا که زحمت کشیدید و تشریف آوردید یه سری مشکلات هست. از جمله این چای فاضلاب که کماکان میزنه بالا، پارکینگ هم که چیکه میکنه رو ماشینم، میترسم سقفش بریزه. بعد درس کنم خدمت شما که سیستم خنک کنندم که باد گرم میزنه، چند تا لامپ هم که سوخته، چند مورد دیگه هم هست که الان حضور ذهن ندارم. شما واقعا میخواین به همه این مسائل رسیدگی بفرمایید؟ رسیدگی به امور شما و مشکلاتتون جزء کوچکترین وظایف بنده است. من که به شما خدمت کنم تا نقشی هر چند کوچک در بهبود وضعیت شما داشته باشم. اساسا آقای دکتر اجازه بدید یه بار دیگه ببوسم. نه خواهش میکنم دستکشتون. بله خیلی متشکرم. بفرمایید داخل. بفرمایید. خیلی متشکرم. مزاحمتون نمیشه. وای باور نمیکنم
غیر ممکنه. خانم دکتر، من اومدم اینجا که غیر ممکن ها رو برای شماها ممکن کنم. وای شما خیلی مدیر خوبی هستین. ببینید من هر ماه دارم این شارژم پرداخت میکنم. نگاه کنید دیواره همه تبله کرده ریخته. اون درفوشه رو ببینید دائم داره میفته. این لامپ ها یعنی هر روز میسوزه. من باید یه صندلی بزنم برم بالا خودم لامپ ها رو عوض کنم. یعنی اصلا فکر نمیکردم این ساختمون یه روز سر و سامون بگیره. اون روز زیاد دور نیست خانم دکتر. تازه من تصمیم دارم علاوه بر اینکه دستی به سر گوش ظاهر این ساختمون بکشم، تسهیلات ویژه‌ام برای همتون در نظر بگیرم. جدا؟ نگفته بودی؟ البته تازه تصمیمش رو گرفتم، هنوز دارم روش فکر میکنم. به نظرم میرسه که بتونیم برای تمام اعضای این ساختمون وام و تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیریم. تازه من تصمیم دیگه هم دارم، اینکه تورهای ایرانگردی بذارم برای همه. باید این ساختمون رو از نو بسازیم. این ساختمون باید مثل یک نگینی در بین ساختمون‌های دیگه بدرخشه. خب این که خیلی عالیه. ولی خب من چی کار میتونم براتون انجام بدم؟ ببینید کاری که شما میتونید بکنید. کجا؟ جایی نمیرم خانم دکتر. بله سرجان بشین ببینم. واقعا خیلی ببخشید شرمنده. نمیدونم این مریضا چرا اینقدر دندون پزشک میترسن آخه. ترسوان دیگه. واقعا. به هر حال تو این راه سخت به کمک شما نیاز دارم. هیچ کار بزرگی تنهایی انجام نمیشه. باید دست به دست هم بدیم و این ساختمون رو از نو بسازیم خانم. بله دقیقاً شما چقدر خوب صحبت میکنید. اینه یک مدیر مدبر. من منتظر نظرات و پیشنهادات شما خواهم بود. بله حتما. ولی خب این نظرها رو کجا بندازیم؟ صندوقتون کو؟ بله حتما یادت باشه یادآوری کنی یه صندوق نظراتتون. الان شما میتونید نظراتتون رو مستقیم به بنده بگید. من بعدا حتما این صندوق رو در جای خیلی مناسب تعبیه خواهم. بله حتما. موفق باشید. مزاحم کارتون نمیشم. خیلی ممنون متشکرم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. میگم خوبه که حالا یکیش جیغ نکشید نه؟ بله. کشید. بریم. حتی من داشتم فکر میکردم که تا یه مدت دیگه میشه از طریق ایجاد یه بانک برای ساکنین اینجا وام تهیه کرد، یا برای درآمدزایی جذب اسپانسر هم ما میتونیم یه چی کار داریم کنیم؟ آقای فیروز دارن گردگیری میکنن. میبینم داره این کارو میکنه. برای چی داره این کارو میکنه؟ راستش آقای دکتر منم نفهمیدم. یهو در باز کردن خودشونو پرت کردن تو شروع کردن به کار کردن. منم هر چی بهشون میگم جواب منو نمیدن. اشتباه نکنم یا شنواییشون رو از دست دادن یا عقلشون رو از دست دادن. آقا فیروز میگم شاید صدای موسیقی که دارن گوش میکنن خیلی بلنده. موسیقی؟ هدفون گوشش نیست که خانم. واقعا مگه حتما باید هدفون تو گوششون باشه؟ آقا فیروز چیکار داری میکنی؟ آقا فیروز عزیز من چرا جواب نمیدی؟ چیکار داری میکنی؟ دارم وظیفه‌مو انجام میدم. یعنی چی داری وظیفه‌تو انجام میدی؟ دارم مطب شما رو تمیز میکنم. به چقدر تحول. لطف کن بیا مطب منم تمیز کن. چی داری میگی آقا فیروز؟ این وظیفه شما نیست عزیز من. فقط مطب دکتر. دارم میگم این وظیفه منه آقا جان. نکن این کارا رو. ناسلامتی شما مدیر ساختمونی. من مطب دکتر سرابی رو همیشه تمیز میکردم. ببین فیروز جان، ببین عزیز من، گوش کن یه لحظه گوش کن. ببین اگر میبینید که من این مسئولیت رو پذیرفتم، اصلا نباید به این فکر بکنید که بخوام سوء استفاده بکنم. نه خون من رنگین‌تر از خون دیگرانه و نه از مسئولیتی که دارم اساسا باید سوء استفاده بکنم. متوجه چی دارم میگم؟ چیزی شده هومن؟ نه یه خورده احساساتی شد. شما برای چی اونجا نشستی خانم؟ کی به شما گفت برید اون صندلی بشینید؟ چیه؟ حالا چتونه؟ چرا انقدر عقده‌ای هستین؟ چرا دل بستین به این میز و صندلی ها؟ اینا موقتیه. نه به اون شعارهایی که میدین، نه به این مقامهای پوچی که دل بستین. اینا به هیچ کس وفا نکرده آقا. چی داره میگه؟ اینو ولش کن. تقصیر خودت دیگه. اومده یه مطب تو تمیز کنی وایسادی اینجا داری شعار میدی. شعار چیه مرد حسابی؟ این سوء استفاده از موقعیت نکن آقا جان نکن. آقا سوء استفاده که خوبه که. کی همچین حرفی زده؟ بابا همه سوء استفاده میکنن. شما یه در بده یکی که مواظبش باشه، یه چوب هم بهش بده. از فردا هر کی میره و میاد با این چوبه نوازشی باید بشه. اتفاقا خیلی کار بدیه آقا فیروز. میگم نکن عزیز من. ما باید یاد بگیریم که از موقعیتمون سوء استفاده نکنیم. به هیچ عنوان. اساسا سوء استفاده از موقعیت ریشه در فساد داره. بابا دکتر سهرابی هم از قدرتش سوء استفاده میکرد. دکتر سهرابی هم اشتباه میکرده عزیز من. کار خیلی بدی میکرده. ما نباید سوء استفاده کنیم. اون دوران دیگه تموم شد.
ما جاتون راحته خانم؟ من نمیدونم، بذاری من کارمو بکنم. آقا جان میگم نکن دیگه. ای بابا دکتر شما یه چیزی بهش بگو. فیروز جان ایشون مدیریتشون اینجوریه. بله. شما هم خیلی علاقه‌مندی تمیز کنی، مطلب بنده هست. نخیر، من برای ایشون یه کار بهتری سراغ دارم. چیکار؟ به به فیروز جون خوبی؟ چیه؟ قیافم شبیه اونایی که حالشون خوبه؟ بیا اصلا راجع به قیافتش صحبتی نه. چیه؟ منظورت چیه؟ داری مطلق میگی؟ نه با مطلق چی شده اینجوری نگاه میکنی؟ بگذاریم. آقا چیه؟ چه خبره؟ داری جارو میکنی؟ دیدم داری گلبوته درست میکنی. داغ دلمو تازه نکن. آقا مدیریت قبلی چش بود. دست تو دلم نذار کسا، دست تو دلم نذار. ببینم رابطت با این نیماه بده نه؟ اون که بابا خیلی سفت و سخته. همش صحبت از سلامت و اصول مدیریت و قانونمندی میکنه. هر چی من بهش حرف میزنم که اصلا تو سرش فرو نمیره که. باید راه حلش رو پیدا کنی فیروز جون. هر کدوم از اینا یه روش داره برای حل کردنش. مثلا چه روشی؟ با حرف زدن نمیشه کاری کرد. باید بذاری لذت مدیریت رو بچشه تا آتیشش فروکش کنه. چطوری؟ با کاراپاچینوهای عمو کسرا که سنگم آب میکنه. با چی؟ بابا همون بستنیه دیگه. اصلا ازت توقع نداشتم. اصلا فکر نمی‌کردم همچین آدمی باشی. خیلی خوشم اومد ازت. ممنونم هومن جان. من همیشه تو زندگی مترصد فرصتی بودم که بتونم به مردم خدمت کنم. بتونم این فرهنگ رو جا بندازم که ما نسبت به همدیگه وظایف و مسئولیت هایی داریم. الان فیروزو ببین، به جای اینکه فقط به من خدمت کنه داره به همه خدمت میکنه. به جای اینکه فقط منو خوشحال کنه داره همه رو خوشحال میکنه. فیروز الان ممنون منه. ببین حالا ول کن این حرفا رو. راجع به اون وامه اگه میشه یه کاری بکن نوبت منو بندازن اول. میخوام این ماشین رو عوضش کنم. حرف بدی نزدم، نگفتم دزدی کن که گفتم فقط نوبت منو بنداز اول. ببخشید معذرت میخوام، اصلا شوخی کردم. دیگه شوخی نکنی یا من اصلا خوشم نمیاد. گفته باشم. ببخشید آقای رئیس، این خانم آقای شیرزاد آقای رئیس چیه؟ آقای دکتر. نه دیگه دکتر که قبلا بودین، الان رئیسین. خانم شیرزاد اجازه بدید نکته رو خدمتتون متذکر بشم خانم. من به هیچ وجه نمیخوام به خاطر این موقعیتی که الان دارم بین من و دیگران تفاوتی قائل بشن مردم، من جمله شما. الان من 2 ساعته دارم به همه منشیای دیگه فخر میفروشم، میگم من از این به بعد منشی رئیسم. اون وقت واقعا شما نمیخواین بین خودتون و امثال اینا یه فرقی قائل بشین؟ اینا؟ نه خانم شیرزاد، بین ما و اینا هیچ فرقی وجود نداره. اینا چیه؟ فرق که هست. به هر حال شما رئیسین، الانم تواضع میکنین که ریا نشه. اینا مثلا این دکتر همینجوری معمولیان دیگه. خانم شیرزاد ما اساسا باید یاد بگیریم به دیگران حتی اگر در موقعیت اینجوری هستن احترام بذاریم. چجوری؟ خب یعنی من دیگه نباید به منشأ دیگه فخر بفروشم؟ نه خیر، حالا کارتون رو بفرمایید. این آقای کسری اومده باهاتون کار داره. کسری دیگه بابا آقا کسری دیگه کافی شاپ داره. کسری چیه خانم کسرا؟ نه خیر کسری، من خودم دیدم چه جوری می‌نویسن، آخرش با یه تموم میشه. آها ببخشید اون یه الف خونده میشه مثل حتا. ایوا مگه اون حتی نیست؟ توقف بیجا مانع کسب از حتی شما نشنیدین؟ خانم پس شما حتما به هدا هم میگین هدی نه؟ خب مگه نیست؟ ای وای به خواهر چی میگین؟ لابد میگه خواهر. بله دیگه مثل خواب. آخه چیزی شده؟ چراشون ناراحتن؟ نه خانم ناراحت نیستم، شما بفرمایید آقای کسرا بیاد تو. بله با اجازت. بفرمایید خانم بفرمایید. آقای کسری بفرمایین. به به جناب آقای رئیس، برای عرض تبریک و دستبوسی خدمتتون رسیده. سلام کسرا جان، ولی محبت کن منو همون آقای دکتر صدا کن. جسارتا شما دکتر که نیستین، ولی به اجازه بدید من همون رئیس صداتون بکنم. هر چی دوست داری صدا کن. چی کار داری؟ ما چی کاریم که چی کار داشته باشیم؟ کار شما باید با ما داشته باشیم. کسرا جان من خدمت شما عرض کردم من با شما کاری ندارم، احتیاج به چشم و گوشم نیست. بله فرمودین، فقط برای عرض تبریک خدمت رسیدم و یه چیزی آوردیم بخوریم که دهنتون رو شیرین کنید. با اجازهتون دکتر جون. این چی هست؟ این کاپاچینوی مخصوص کسرا.
چیه مخصوص کسرا؟ کارپاچینوی مخصوص کسرا. چی؟ کارپاچینوی مخصوص کسرا. یه جوری درست بگو که من بفهمم. ای بابا اسم اینا اینقدر سخته که من یاد نمیگیرم. حالا گیر نده دیگه، هر چی هست مخصوص کسراست. میخورید یا ببرم؟ بله دست شما. یه لحظه صبر کن. چقدر میشه؟ این چه حرفیه نیما جون؟ 4 تا کارپاچینو که مخصوص کسرا آوردم دور هم بخوریم. باشه حالا هر چی. چقدر میشه کسرا جان؟ اصلا بابا حرفش هم نزن، آدم پول شیرینی تبریکو که نمیگیره. ببخشید پول شیرینی خواستگاری رو هم نمیگیرن. راست میگه دیگه، زشته دیگه. چی کار داری میکنی؟ نمیخواد. بذار باشه همینجا. خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام، ولی هومن جان من حس خوبی ندارم. خیلی معذرت میخوام ولی شبیه رشوه. رشوه چیه؟ تو چرا انقدر عوض شدی؟ آقا 4 تا کارپاچینو مخصوص کسرا آوردیم دور هم بخوریم. باشه. چرا واسه دکترای دیگه نبردی؟ من مگه چه فرقی با دکترای دیگه دارم؟ بله شما رئیسین قربان. بله منم همش همین رو بهشون میگم، گوش نمیکنن که. بفرما هومن خان. این اسمش رشوه است. رشوه چیه نیما جون؟ 4 تا لیوان آیس فراپاچینو. دستش نمیزنی. چی شد؟ بابا اسم اینو یادم رفته بود، همین بود که گفتی. تو پلا 2 ساعت تمرین میکردم. حالا هر چی. همش از همینجا شروع میشه. اگه همین امروز بخوام وا بدم، فردا برام دست چک میارن. پس فردا سویچ ماشین میارن. پس اون فردا برام جمعش کن ببر کافی شاپ آقا. جمعش کن. گلوم خوش شده میخوام. اصلا حرفش هم نزنا. گفتم حرفش هم نمیزنه. آقای نیما خان شما با این روش مدیریت تو این ساختمون به مشکل میخوری ها؟ آقای کسرا خان مطمئن باشید اساساً با این تهدیدها هیچ تزلزلی در اراده من به وجود نمیاد آقا. جمعش کنید ببرید. خواهیم دید نیما جون، خواهیم دید. به حرف من خواهی رسید. بفرمایید آقا. حالا تو میمردی میذاشی من یه قلوب از اون آیس فراپاچینو میخوردم؟ حالا میمردید جلوی خودتو نگه داری از اون آیس فراپاچینو نخوری؟ آیس فراپاچینو. ببخشید من با اجازهتون برم برای نامه هایی که گفته بودیم پست کنم، تمبر بخرم بیام. وای من دیگه نمیتونم اینو تحمل کنم. نمیتونم. خب دارم کتاب میخونم دیگه نازنین. من که کاریت ندارم، فقط دارم نگاهت میکنم. آخه اینطوری که نمیشه. تو 1 ساعت روبروی من نشستی همینطور داری نگاه میکنی. این کتاب خاصیه، کتاب مدیریت. احتیاج به تمرکز خیلی خاصی داره. اینطوری نگاه میکنی من نمیتونم تمرکز. چی نفهمیدم ازش. خب نگاهت نمیکنم. ممنونم. چی میخوای؟ هیچی. نه یه چیزی میخوای. خب شوهرم مدیر شده خوشحالم، نمیشه نگاش کنم؟ نازنین آدم اصلا لازم نیست روانشناس باشه تا بفهمه تو چی میخوای. چی میخوای نازنین؟ هیچی. نازنین دارم میگم چی میخوای؟ بابا شوهرم مدیر شده خوشحالم، نمیشه نگات کنم؟ نازنین میخوای برات یه چیزی بیارم؟ نه خیر. حرفتو بزن. نیما بله من یه آتلیه نقاشی میخوام. آتلیه نقاشی به این خوبی تو خونه داره؟ همه آرزوی همچین آتلیه‌ای دارن، اون وقت تو از من آتلیه میخوای؟ کجاش خوبه؟ اول اینکه کوچیکه، دوم اینه که نورش کمه، سوم که من توش استقلال ندارم و این از همه مهمتره. دیروز مامانت بلند شده رفته بالا، رو هر چی من تابلو داشتم گل کشیده. گل کشیده؟ خب حتما تفلک منظوری نداشته، رفته رو تابلوات گل کشیده که خوشگل‌تر بشه تابلوات. خب خیلی خوب بهش میگم که دیگه چیز نکنه، دیگه همچین کاری رو نکنه. فایده نداره. من تو یه آتلیه مستقل نداشته باشم، اوضاع همینه. اگه بخوام یه نقاش موفق باشم نیما باید یه جای درست حسابی داشته باشم. اصلا کدوم نقاش موفقی رو دیدی زیر سایه پدر شوهر مادر شوهرش موفق بوده باشه؟ نازنین من آتلیه برای تو از کجا بیارم؟ من دارم اجاره اون مطبو به زور دارم میپردازم، تو که در جریان وضعیت مالی من هستی. این مال قبلنا بود، الان که اوضاع فرق کرده. مثلا چه فرقی؟ اینکه تو الان مدیر اون ساختمونی.
خب یکی از اون واحدا رو به من بده، من بکنم آتلیه نقاشی. چی؟ به همین راحتی؟ نازنین ببین، من فقط مدیر اون ساختمونم، مالکش که نیستم. تازه اگه مالکش هم بودم همچین کاری رو نمی‌کردم، مطمئن باش. چرا مثلا؟ خب به خاطر اینکه این اسمش رانتخاریه. من به هیچ عنوان اساسا از موقعیتم سوء استفاده نخواهم کرد، مخصوصا برای آشنایان و دوستان و فامیل. گفته باشم آشنا و دوست و فامیل؟ حالا من شدم آشنا و دوست و فامیل نیما؟ نه خیر، جناب عالی همسر محترم بنده هستید، ولی حرفشو نزن نازنین، خواهش میکنم. چطور دکتر سهرابی که مدیر ساختمون بود یه واحد داد به زنش که بکنتش بدنسازی؟ دکتر سهرابی مالک اون ساختمونه. نازنین چرا متوجه نیستی؟ دکتر سهرابی کار خیلی بدی کرده. من مدیر اون ساختمون شدم که به همه ثابت کنم کارهای دکتر سهرابی اساسا اشتباه خاک بوده. بر سر من، خاک بر سر من با این شوهر داشتنم. مردمم شوهر دارن، منم شوهر دارم. شوهرای مردم مدیر نیستن و این همه برای موفقیت زنشون نیما تلاش میکنن. اون وقت شوهر من مدیره و یه واحد از اون ساختمون به من نمیده که من بکنمش آتلیه نقاشی. اصلا حرفشم نزن، خواهش. سلام. سلام. بده من لپو. چی؟ لپو بده من. لپو بده. اون لپو قابل نداره. این چیه؟ اینو آوردم جهت عرض تبریک جناب مدیر. خیلی زحمت کشیدی، من راضی به زحمتت نبودم ناصر جان. خیلی ممنون. الان میخورم. خیلی ممنون. زحمت چیه؟ داداشمون بعد عمر دربدری و به هیچ جا نرسیدن شده مدیر. چه زحمتی؟ به هر حال خیلی لطف کردی. چه قیافه‌ای به خودت گرفتی؟ ناسلامتی شوهرت مدیر شده. 100 سال چرا میخوام مدیر نشه؟ مدیریتش به چه دردم میخوره وقتی یه واحد از اون ساختمون به من نمیده من بکنم آتلیه نقاشی؟ نازنین، من به تو قبلا هم گفتم، الان پیش ناصر دارم میگم، من آدمی نیستم که بخوام از موقعیتم سوء استفاده کنم. این یعنی فساد در مدیریت. راست میگه دیگه نازنین خانم. دوست داری شوهرت یه مدیر فاسد باشه؟ بعدش هم ساختمون پزشکان که جای آتلیه زدن نیستش که. بله. چطور اون وقت شما با زن دکتر سهرابی باشگاه بدنسازی میزنین؟ نه اون قضیهش فرق میکنه. فرق میکنه. بدنسازی با سلامت بدن آدم سر کار داره، مثل پزشکی. بعدش راستی نیما، این دکتر نخعی رو ردش کن بره پی کارش حالا که مدیر شدیم. ردش کنم بره پی کارش؟ برای چی؟ ببین من میخوام مطبشو بندازم سر باشگاه، زن مردونه رو سوا کنم. یه روز در میون صرف نمیکنم. صرف نمیکنه؟ میخوای دکتر نخعی رو ردش کنم بره که باشگاه بدنسازیتون رو گسترش بدین؟ کار چه اشکالی داره؟ این همش اشکاله. من اگه قرار بود از موقعیتم سوء استفاده کنم که به نازنین نه نمیگفتم. ناصر جون تو داری منو با این مقایسه میکنی؟ ببخشید؟ خواهش میکنم. من داداشتم، خونتم. این فقط زنته. این به درخت میگن. بعدش هم میشه از حرف زدن آقا ناصر. نازنین آروم باش. ولش کن بابا، این نازنین آروم باش آروم باش. این آروم شده و آروم نشدهش یکیه. ببین ناصر جان، من حاضرم بمیرم ولی تن به این کارا ندم. گفته باشم اینجوریه؟ اینجوریه دقیقاً. دارم بفرمایید. جامعه ناصر چده؟ هیچ آقا جون. دارم سلام آقا جون. سلام آقا جون. سلام بفرمایید آقا جون. اجازه هست آقای مدیر؟ اختیار دارید. بفرمایید آقا جون. مبارک باشه. خیلی ممنون. این دیگه چیه؟ یا بابا اینا برات هدیه آوردم. که کیف خودمه آقا جون. آره بابا. آره میدونم. میدونی آخه حالش نداشتم برم بازار خرید بکنم. اون وقتم اسبی پیش چشیره که دندونش نمیشمارم بابا جون که بله. مهم نفسی عمله بابا جون. بله لطف کردین آقا جون. نمیخواد توش نگاه کنی بابا جون. یه 5-6 هزار تومن پول توش بود من برداشتم. مال دنیا چه ارزشی نداره بابا جون که. خیلی لطف کردین آقا جون. شما از من چی میخواین؟ من؟ بله. من از شما چی میخوام؟ بله بفرمایید. فکر بکنه حالا مدیری ساختمانی پزشکان شده، من از تو انتظار دارم. نه بابا جون، هنو پدر نشده ای که بفهمی پدر و مادر غیر از خوشبختی و سعادتی به چاشون هیچی نمیخواد. واقعا؟ بله واقعا. میگم نیما جون جا میشه چه تو این ساختمانی پزشکان یه مطبم به من بده بابا جون؟ شما مطب میخواین چی کار کنید آقا جون؟ همه مطب میخوان چی کار کنن بابا جون؟ خب تو مطب نسخه می نویسن میدن به مردم پول میسونن. آره بابا منم میدونی حوصله هم سر رفت است تو خونه
نیست بیکارم. حالا بعدم نمیاد یه مطلب داشته باشم منم نسخه بنویسم بدن از مردم پول بزنم، از مردم پول بگیرید. بله آقا جون، اونایی که نسخه می نویسن از مردم پول میگیرن پزشکن. ببخشید یه دونه داری به من سرکوف میزنی، هیچ درس نخوندم. تقصیر من است بابا، تقصیر من است. بذار اینکه برم درس بخونم و دکتر بشم و وقتم گذاشتم رو تربیتشون. آقا جون بعید این کار ازشون یه مطب میخوام از من. مطب میخوای آقا جون؟ نسخه بنویسم پول بسونم. یعنی چی قربونت برم من؟ فرید برو یه شربت تگری برای درست کردم بخور. شربه؟ آره بودو دست در میگم نیما جون. آقا جون مطب من یادت نره دو. بله بفرمایید، شربت گرم میشه. این چیه مادر جون؟ تلفونه دیگه. میدونم تلفونه، چیکارش کنم؟ یه زنگی به کتی بزن بگو شارژشو نمیخواد بده. چرا کتی نباید شارژشو بده؟ مادر جون شما از کجا میدونی که من به کتایون گفتم شارژشو پرداخت کنه؟ واقعا اینو بهش گفتی؟ خب بله. آفرین، دلم خنک شد. دختره از صبح تا حالا پای تلفن داره اشک میریزه و زاری میزنه. اون وقت شما میگین که دلم خنک شد. خب مادر من عزیز من باش شارژشو مثل بقیه پرداخت کنه دیگه. بله نیما که نمیتونه بین دکترها تبعیض قائل تموم بشه. شد و رفت. من اصلا این چیزا حالیم نیست. تو مدیر شدی نباید که تو زندگی دیگران دخالت کنی، زندگی دیگران رو خراب بکنی. یعنی؟ دختره اومده یه پولی جمع و جور کرده تو بورس سرمایه گذاری کرده. اون وقتی تو میخوای ضرر زیان منم ببینی. آره دیگه. آخه مادر جون اون تو بورس سرمایه گذاری کرده، چه ربطی به شما داره قربونت برم؟ آخه من با شریکم. چی؟ شما با کتی شریک شدی؟ خب آره کاری نکردم که خلاف کردم. مگه 4 تا تیکه طلا داشتم اونا رو فروختم با اون شریک شدم. بعدم جای تو رو گرفتم، اصلا حق تو رو خوردم. آخه بیاخه اگر این کارو نکنی به بابات میگم اجاره رو 2 برابر کنه. متوجه شدی؟ داری تهدیدم میکنی مادر جون؟ بله. چیه؟ هیچی. بله چشم، منم زنگ میزنم. اگه گذاشتم ما یه مدیریت سالم و عدالت خواه داشته باشیم. الو خانم برهان نژاد، دکتر نیما افشار هستم. بله خانم محترم، شما میتونید تا چند ماه حق شارژ ندید خانم. بله خواهش میکنم خانم، خواهش میکنم. فقط این موضوع رو کسی دیگه ای نفهمه. من نمیخوام کسی فکر کنه که من دارم امتیاز خاصی به کسی میدم. بله خدا نگهدارتون. دستی درد نکنه. کاری نداری؟ بفرمایید تلفنتون مادر جون. اساسا مدیر روشنفهم مدیری است که خب چی کار کنم نازنین؟ حالا کتی میتونه شارژ نده ولی به من آتلیه نمیدی. خب چه حرفی داری میزنی؟ مگه خودت ندیدی مامان چی گفت؟ ما تو این هیروویری میتونیم 2 برابر این اجاره خونه رو به بابا اینو پرداخت کنیم؟ نمیتونیم. یه مدیریتی بهت نشون بدم نیما تا حالت جا بیاد. وقتی اومدم تو مطبت بس نشستم همونجا نقاشیمو کشیدم میفهمی با کی طرفی. نازنین یه دقیقه صبر کن. ببینم تو برای چی باید شماره کتی رو حفظ باشی؟ نازنین این چه سوالیه که داری میپرسی از من؟ نازنین بعدن خدمتت میرسم آقای مدیر. یعنی چی به من مربوط نیست؟ مگه این کاغذ رو شما اینجا نزدی؟ من که اونو ننوشتم که، دکتر افشار نوشته. ببین از خودش بپرسین. من اینجا فقط نقش چسبو داشتم. بابا ما اینجا که روی گنج ننشستیم. طراحی باغچه و گلکاری. آقا یه فسخلی جا احتیاج به طراحی باغچه داره؟ حالا اصلا باغچه‌شه چی؟ باغچه قشنگه. این نقاشی ساختمون رو نمیدونم ترمیم نما و اینا دیگه به چه دردی میخوره؟ میدونین چقدر هزینه‌اش میشه؟
بابا ما گفتیم مدیر ساختمون عوض میشه، همه چی درست میشه، بدتر شد. همشون مثل همن، فقط میخوام پول بگیرن. من از اولم گفتم این نیما از مدیریت هیچ حالیش نیست. بله مدیریت شایستگی میخواد. این آقا اگه شایستگی داشتن مدرک دکتراشون اعتبار داشت. کارتونا رو کجا بذارم؟ ببر تو این پشت بچین. خیلی مواظب باش، شکستنیه. آروم. اینا دیگه چیه؟ استکان و لیوان و قهوه جوش و این چیزا. دکتر افشار سفارش داده. برای چی اینا رو سفارش داده؟ میگه ساختمون احتیاج به دفتر مدیریت نداره. میخواد اینجا رو بکنه محل استراحت ساکنی. یه چیزی تو مایه‌های کافی شاپ. کافی شاپ؟ اینجا که به کافی شاپ احتیاج نداره. میدونی اینا چقدر هزینه داره؟ من چه میدونم؟ برین از خودش بپرسین. میگه جای این که پولاتون رو بریزین تو شکم اون کسرا، همینجا قهوه‌تون رو بخورین. بابا این قرتی بازی‌ها چیه؟ ما کافی شاپ برای چی میخوایم؟ به نظر من اینا همشون مثل همن، فقط میخوام پول بگیرن. شما اینو یه بار گفتی. جدا؟ لابد فردا و پس فردا میخواد اینجا سینما و شهر بازی و تاب و سرسرو اینا هم راه بندازه دیگه. خب بله پس چی؟ پولش هم میخواد از مای بیچاره بگیرن. به نظر من اینا همشون مثل همن، فقط میخوام پول بگیرن. ای بابا گفته باشم من بابت این هزینه ها پولی نمیدم. شما هم هیچ کدومتون نباید پولی بدید. اگه بدید فردا پس فردا دیگه بیشتر میخواد. چیزی شده؟ ظاهرا ساکنین اعتراض دارن. اعتراض؟ اعتراض به چی آقای دکتر شریفی؟ چیزی شده؟ چرا هر وقت هر چیزی میشه منو صدا میزنی آقای نیما خان؟ نه عزیزم، شما چرا اینقدر ناراحتین؟ خب شما اگه حرفی دارید باید حتما بیان کنید. من منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم. منم اگر مدیر خوبی بخوام باشم باید نظرات و پیشنهادات شما رو بدونم. اساساً به نظر من انتقاد سازنده عامل پیشرفته. پس خواهش میکنم حرفتون رو خیلی راحت بزنید. واقعا؟ بله. یعنی بعدش برای من بد نمیشه؟ آخه برای چی باید برای شما بد بشه؟ مگه من چی کارم؟ راستش همکارای عزیز بابت این هزینه‌هایی که شما کردید نگرانم. زمان دکتر سهرابی هیچ کدوم از این کارا انجام نمیشد. ما در ماه کلی پول شارژ میدادیم. با این کاری که شما میخواین انجام بدین، شارژ ماهیانه چقدر میشه؟ من باید همینجا خدمت شما عرض کنم که شما لازم نیست هیچ پولی پرداخت کنید. شما قبلا پرداخت کردید؟ چطور؟ ببینید، در زمان مدیریت دکتر سهرابی شما هزینه‌های شارژی که پرداخت کردید نه تنها کافی بوده بلکه خیلی هم زیاد بوده. حالا من رفتم سراغ اون صندوق، یعنی صندوق ساختمان، و از اونجا اون هزینه اضافی که وجود داره برداشتم و میخوام صرف امنیت و آسایش و رفاه شما بکنم. ببینم آقای دکتر، یعنی ما قرار نیست هیچ پولی بدیم به شما؟ حتی 1 ریال. شما قرار نیست پولی پرداخت کنید. البته راجع به کافی شاپ من میخواستم بعداً خدمتتون جزئیاتش رو عرض کنم، منتها چون از اونجایی که در جریان قرار گرفتید باید خدمتتون عرض کنم که این کافی شاپ یه هدیه خیلی کوچیکیه از طرف من به دکترای این ساختمان. هدیه؟ بله، هدیه. راستشو بخواید دیگه اتاق مدیریت هیچ کاربردی نداره. شما اگر نظرات یا انتقادات و پیشنهاداتی داشتید در مطب من همیشه به روی شما بازه. میتونید تشریف بیارید اونجا حضوراً پیشنهادات یا انتقاداتتون رو بفرمایید. این 2 مزیت داره. یکیش این که شما دیگه کافی شاپ نمیرید که پولتون رو اونجا، یعنی کافی شاپ آقا کسرا، که پولتون اونجا هدر بدید. دوم این که ما اینطوری میتونیم به همدیگه خیلی نزدیکتر بشیم، مگه نه؟ به نظر من اینا همشون مثل همن، فقط ببر صدا تو دیگه. اینو تکرار میکنی. میدونی چیه؟ واقعا دستتون درد نکنه. یعنی به شما میشه گفت یه مدیر نمونه. خواهش فیروز جان اونو بگیر، اونو سریع تا کثیف‌تر نشده. ببخشید من یک صندوق درست نگرش دارم. من یک صندوق انتقادات و پیشنهادم تهیه کردم که اگر کسی نظری، پیشنهادی، انتقادی داشت میتونه کتباً بنویسه و داخل این صندوق بیاندازه. فیروز جان اینو داخل راه رو نصب میکنی تا در معرض دید همگان قرار بگیره. دوستان، همکاران و دکترای عزیز، من دلم میخواد اساساً در زمان مدیریت من این ساختمان تبدیل بشه به یک ساختمان نمونه در بین تمامی ساختمان‌های پزشکان در منطقه و یا حتی در کشور. من از اولم گفتم تو یک مدیر نمونه ای، اصلا یک مدیر مادرزادی. بزن به افتخاره، اجازه بده ببوسمه. بعدم خواهش میکنم. فیروز جان همیشه سعی کن نگاهت رو به افق باشه، همیشه. موفق باشید. خسته نباشی بابا. بیچاره شدم رفت به کارش. نداره بابا، حالا خاک سیاه نشستم.
دیدی چه خاکی به سرم شد. حالا بی خیال، اب نداره. خدا ازت نگذاره نیما. بابا فکرشو نکن، اب نداره. گریه نکن دیگه. بابا داری چه کار میکنی؟ من دارم دلداریت میدم دیگه. میخوام 100 سال سیاه دلداریم ندیم و قطع نخواهش شدم. من همینجوری بلدم. بابا یه کلمه حرف احساسی بزنی، یکم ملاطفت به خرج بده، یکم لطف کن به آدم. چجوری مثلا کسرا جون ناراحت نباش، درست میشه عزیزم، مشکلی نیست. آها خب از اول بگو. کسرا جون ناراحت نباش، درست میشه. گریه نکن درست میشه. گریه نکن دیگه. آقا میشه شما به من لطف نکنی؟ مثل آدم آهنی میمونه. حالا میخوای چیکار کنی؟ هیچی، چه کار میتونم بکنم؟ آقا رفته تو ساختمون کافی شاپ زده، نمیتونم بگم که نزن. اگه زورم بهش میرسید میزدم له و لوردش میکردم. تمام مشتریای منو قاب زده. اب نداره. بله بفرمایید. الو سلام کسرا، دکتر سهرابی هم. حالت چطوره؟ سلام آقای دکتر، خوبی؟ خیلی ممنون. تو صدا چرا اینجوریه؟ انگار گریه کردی ها؟ نه چیزی نیست، به خاطر حساسیت فصلیه. خیلی خوب، آنتی هیستامین بخور. راستی از ساختمون چه خبر؟ می‌خواستیم چه خبر باشه؟ هرچی میکشم از این ساختمون و مدیرشه. مگه چی شده؟ چی می‌خواستی بشه؟ آقا رفته تو ساختمون پزشکان برام کافی شاپ زده. هیچ کدوم از دکترها دیگه پاشون اینجا نمیذارن. اینجوری باشه باید در اینجا رو تخته کنم. گریه نکن دیگه. چی میگی تو ترمیناتور؟ کافی شاپ زده؟ برای چی؟ واسه آسایش دکترهای ساختمون. بعدم میرس هرچی مدیر با وجدانه. به جون شما منم متنفرم از این مدیر. خب ناراحت نشو. هر کاری یه راهی داره. شاید حالا زورمون بهش نرسه. چطوری آخه آقای دکتر؟ هر چیزی یه راهی داره. من این فکری کردم براش. بابا من که کاری نیستم که. شما باید سر یکی دیگه قور بزنی. همیشه همینه. هر وقت اینجا یه چیزی ایراد پیدا کرد هیچکی پیدا نشد که به گردن بگیره. بابا تو دیگه چی میگی؟ تو که مطبت اینجاست، آسانسور برای چی میخواد؟ چه ربطی داره آقای فیروزخان؟ چون مطب من اینجاست نباید از حقوق صنفی همکاران عزیزم دفاع کنم؟ بازم به دکتر سهرابی زمان ایشون اقلا هفته 2-3 بار آسانسور کار میکرد. الان که 7 روز هفته خرابه. من از اولم گفتم 1000 بار دیگه میگم این نیما مدیر بشو نیست. به نظر من ببخشید آقای دکتر ایشون چی میگن؟ تو دوباره گفتی؟ به نظر من این دفعه دیگه قابل اغماض نیستش. باید مدیریت پاسخگوی این مسائل باشه. بله دقیقاً. چی شده باز؟ چه خبره؟ سلام. آسانسور خرابه، اینا باز دارن اعتراض میکنن. بازم خرابه؟ بله که بازم خرابه. آقای دکتر این از دیروز که آدم تو ساختمون یخ میزد منجمد میشد، اینم از امروزتون. باشه شما یکم خونسرد باشید، چیزی نشد. ببخشید چطور خونسرد باشیم؟ مدیریت باید پاسخگوی اجازه بدید خانم برهانشاد، خواهش میکنم. سوء مدیریت شما خواهش میکنم اجازه بدید من جواب میدم خدمتتون. خواهش میکنم شما محبت کنید تشریف ببرید مطباتون. من بهتون قول میدم تا پایان ساعت کاری امروز من این آسانسور رو درستش میکنم. خواهش میکنم. دیروز هم همین حرفا رو زدی. من قول دادم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. خونسرد آقا شما دکتر شریف شما خواهش میکنم بفرمایید مطباتون. بفرمایید آقا بفرمایید. دیروز یه زنگ بزن به این سرویس کاره پاشو بیاد این آسانسور رو تعمیرش کنه. برو. مطمئنی که این کارشو خوب بلده؟ آره بابا این یه تنه آسانسور برج و نصب رو اندازی میکنه. چی داری میگی؟ ببین پس این آسانسوری خودمون کجاست؟ زنگ زدم شغلشو عوض کرده، مثل که مهد کودک زده. به الان نون تو مهد کودکه. خیلی خوب الان. ببین من دارم میگم این یه جوری داره نگاه میکنه به این آسانسور، یه جوری داره باش فهم میکنه. اولین باره که داره آسانسور تعمیر میکنه. بابا مطمئن باش، تا حالا من آدم ناوارد به تو معرفی کردم؟ بله. یعنی چی؟ یعنی درست نمیشه. یعنی چی درست نمیشه؟ باید یه نوش رو بگیرید، چون این 3-4 تومانی خرج داره. 3-4 هزار تومن؟ 3-4 میلیون. میلیون؟ اوه
کارت در اومد. خب چاره چیه؟ از پول شارژ خرج کنیم دیگه. پول شارژ چی فیروز؟ تو که میدونی من پول شارژ و خرج این در و دیوار و باغچه و تعمیر اینا کردم دیگه، پولی نمونده. نیما جون اشکالی نداره، اول مدیریت از این اشتباهات پیش میاد. حالا مجبوریم بریم پول جمع کنیم دیگه از بقیه دکترا. آخه نداره عزیز من، اشتباهیه که شده. چیکار کنم؟ برم پول جمع کنم؟ نه بابا یه دقیقه صبر کن، من باید برم مطبم یه فکری بکنم، اینطوری نمیشه اصلا. خب تکلیف این چی میشه بابا؟ هیچی پلن بمونه، من برم فکرام بکنم تا اصل بهت میگم چیکار بکنی. شما هم یکم بیشتر دقت کن ببین میتونی تعمیرش کنی یا نه. من میرم تو مطبم. شما راجع به این قضیه چیزی نگیدا، به کسی هیچی نمیگی. تموم شد. سه 4 میلیون پول هزینه تعمیر آسانسور میشه. خب اینجوری یه دونه نوشو میخریم. اگه بخوایم بخریم که یه خورده بیشتر میشه، ولی شاید هم مجبور شدیم اون کارو کردیم. همین دیگه، یعنی شارژ ساختمون و اجاره ساختمون داره درآمدمون میزنه بالاتر. آخه من نمیدونم چرا تو این وضعیت باید دفتر ساختمونو بکنه کافی شاپ. با اون قهوه‌ای که مزه آب میده. واقعا حیف قهوه‌ای آقا کسرا نبود. گفته باشم من بابت تعمیر آسانسور 1 قرونم نمیدم. به نظر من دوباره گفتی؟ ببینید میدونید چیه؟ نظر من اینه که همین الان برای اینکه اعتراضمون رو اعلام کنیم بیم همه کافی شاپ کسرا. خوبه؟ آه فکر خوبیه، همین کارو بکنیم. آره تازه نصف قیمت رو کرده. میریم اونجا. دکتر افشار کدوم یک از شماست؟ تو مطبشونن. شما؟ من تعمیرکار آسانسورم. تعمیرکار آسانسور؟ ما خودمون تعمیرکار داریم. آخه برادر دکتر افشار زنگ زد گفت بیا آسانسورامون رو چک کن. بی خود واسه خودش زنگ زد. ما تعمیرکار لازم نداریم. بفرمایید. کی گفته ما تعمیرکار لازم نداریم؟ سلام ناصر خان. سلام شهاب جون. آقا ناصر شما زنگ زدین بیا؟ بله چطور مگه؟ آخه ما تعمیرکار به خودمون گفتش که این درست نمیشه دیگه. حالا این رفیق ما یه نگاهی بهش بکنه ضرر داره؟ آخه ناصر دستو بنداز درست صحبت کن. یه شهاب جون. بله آقا. آسانسور اونجاست، برو یه نگاهی بهش بنداز. بله آقا. من از اولش هم گفتم این آسانسور درست بشو نیست. تعمیرکار خودمون نتونه درستش کنه دیگه هیچ کس نمیتونه. این آقا شهاب ما کارش خیلی درسته. من تو حبس باهاش آشنا شدم. هنوز شما نمیشناسینش. از هیچی واسه آسانسور درست میکنه. خیلی خوب، حالا از هیچی که نمیشه آسانسور درست کرد. به جون زنداداش راست میگن. آقای محترم من زنداداش شما نیستم. خیلی یادم میره زنداداش. یه دفعه یادمه تو حبس با 2 تا قاشق و یه چنگال و یه سینی و چند تا تیکه پارچه و یه دونه کمربند و یه کاسه ماست یه آسانسور درست کرد در رفتیم. انگوش می‌زدی تو ماست میرفت بالا می‌خوردی میومد پایین. خیلی خوب، حالا اینقدر حرف نزن ببینیم بالاخره درست میشه یا نه. به جون نیما دارم گفتم خیلی خوب. من که میگم فقط وقت تلف کردنه. این آسانسور 3-4 میلیون تو گلوش گیر کرده. تا نریزی تو حلقش یه طبقه هم نمیره بالا. همچین میگه 3-4 میلیون، اینگاه 3-4 هزار تومنه. همین. ما پول مفت نداریم بدیم برای هزینه این آسانسور. آقا فیروز به نظر من اینا همش آقا اصلا ما هرچی پول داریم خرج کافی شاپ و سونا کردیم. چی شد؟ چه خبره؟ چی شد؟ درست میشه یا نمیشه؟ ببخشید کسی اینجا موچین داره؟ موچین؟ زنداداش موچین تو بده. من دارم. تو با خودت موچین داری؟ نه یعنی تو جیبم جا مونده. اینو پیداش کردم. آره رو زمین افتاده بود پیداش کردم. خیلی خوب، حالا بده کارشو بکنه. بده ولش کن. ولی زحمت بی خودی ها. حرف نزن. آقا چی شد؟ این درست میشه نمیشه؟ درست میشه. ببخشید فقط ممکنه سرش کج بشه دیگه نتونی ابرو برداری. من که با این ابرو ور نمیدارم که میگم رو زمین افتاده بود پیداش کردم. حالا اگه احیانا هم خواستی برداری این ابروها رو با چمنزن بهتر میشه برداری. تو بود. خواهش میکنم دوستان، خواهش میکنم. خواهش میکنم. چی شد آقا؟ چی شد؟ گرفتم. وای الان منفجر میشه، همه اینجا رو خون برمیداره. برای چی آسانسور باید منفجر بشه خانم؟ نگاه کنی این تو فیلم ها که بمب خونسا میکنن. نگاه کنی. گرفتمش. گرفتیش؟ چیه؟ این بود. سکه؟ طلاست؟ این سکه اونجا چی کار میکنه؟ نیافتاده بود. یکی به زور چپونده بود اینجا که آسانسور حرکت نکنه. آها.
بله. من برم این باغچه دمه در رو آب بدم. با عزتون. شما میری باغچه دمه در رو آب بدی نه؟ برو. بنده به عنوان مدیر این ساختمان واقعا از همه شما عذر میخوام بابت این خرابکاری و امیدوارم که دیگه همچین مسئله و مشکلی در ساختمان پزشکان ما به وجود نیاد. اساساً باید هممون دقت کنیم که رعایت اصول و مقررات متاسفانه بعضاً باعث میشه که منافع عده‌ای به خطر بیفته و اساساً هممون باید دست به دست هم دیگه بدیم و جلوی این کجی‌ها بایستیم. بزن دست قشنگ، بزن دست قشنگ. من از اولش هم میدونستم که شما یک مدیر لایق هستید. اجازه بدید ببوسمت. نه خواهش میکنم من خواهش میکنم که همگی شما تشریف ببرید مطباتون و به کاراتون برسید. این هم از آسانسور. خیلی متشکرم از شما. تشکر میکنیم از شما. خواهش میکنم خدا شما که آسانسور نمیخواد تشریف ببرید مطبتون. بفرمایید خانم آقایون. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید. بخشید دیدم بزن. جان من گفتم حالا که خودمونیم کسی اینجا نیست به جز این آساسان. این کجی رو از کجا آوردی؟ ناصر جان تو منو دست کم گرفتی داداش. وقتی ما موقعی که دارم برای دیگران سخنرانی میکنم ادای منو در نیار. زشته. دوست داشتم. زشت. دوست دارم. آسانسور من موقعی هم که آسانسور رو تعمیر میکنم و مدیر این ساختمون هستم باید از آسانسور استفاده نکنم. باید یه شغل دیگه ای پیدا کنم. آبرومند، با کلاس، تازه امنیت شغلی هم داشته باشه. به همین راحتی جا زدی؟ باید جلوش وایسیم حقمون رو از حلقومش بکشیم بیرون. نباید کم بیاریم. دیگه مجبورم نیستم و اسمای سخت رو حفظ کنم. با تو دارم حرف میزنم ها. به همین راحتی میخوای تسلیم بشی؟ آره؟ تو مگه شغل دیگه ای سراغ داری؟ اینجا رو میخوای ول کنی؟ آره یه دوست خارجی دارم بهم پیشنهاد کار داده. واقعا؟ تو دوست خارجی داری؟ بله. حالا این دوست خارجی چی کاره است؟ مربی تیم فوتباله، الکس فرگوسن. بهم پیشنهاد داده برم مربی تیم نوجوانان منچستر یونایتد بشم. ببین تو یا خیلی بد خالی میبندی یا حالت خیلی بده. سلام خیلی خوش اومدید. بفرمایید خانم. ممنون مزاحم نمیشم. فقط چی؟ بفرمایید. هر چی میل دارید براتون بیارم. بفرمایید. خیلی ممنونم. میخواستم از شما بپرسم چی میخواستید؟ ببینید یه سری چیزای مخصوص دارم، مخصوص کسراست از این لیوان بزرگا الان براتون میارم. بفرمایید. آقا کسرا بذاری حرفم بزنم. هیچی نمیخوام. ببینید من قیمتا رو همه رو نصف کردم. خیلی ممنون. کافی شاپ خودمون مجانیه. اومدم ازتون بپرسم کیف پول من اینجا جا نمونده. از پریروز گمش کردم. نه خیر اینجا نیست. ببینم مگه شما همیشه این نیما بد نمیگفتی؟ چی شد حالا رفتی تو تیمش؟ بله آقای افشار به عنوان همسر خیلی هم آدم مزخرفیه ولی به عنوان یک مدیر بسیار آدم لایقیه. حالا چون اون دفتر مدیریت رو کرده کافی شاپ شد آدم لایق؟ بله تازه کلی برنامه دیگه هم دارن. قراره سقف درختکاری کنم وقتی که کار نداریم بریم اونجا استراحت کنیم. یه سری هم برامون تور ایرانگردی گذاشتن. به زودی هم توی پارکینگ سونا میزنه. سونا میزنه؟ خب همه اینا خرج داره پولشو ازتون میگیره. باشه پولشو بهشون میدیم. مثل دکتر سهرابی که نیستن. امروز پول دادیم قرار شد همه کلیدا و پریزای کثیف و زشت اون ساختمون رو عوض کنن. قفلای در و دستگیرا هم تغییر پیدا میکنه. آقای دکتر سهرابی فقط از ما پول میگرفتن هیچ سرویسی هم نمیدادن. برم ببینم شاید آژانس سر کوچه باشه. با اجازهتون آقایون. فیروز میگم باید یه ایمیل به آلکس بزنم پیشنهادشو قبول کنم. نه خیر خانم شیرزاد اون تابلوی ورود ممنوع مال شما نیست. شما اصلا گوش نمیدی من چی میگم؟ نه گوش که میدم متوجه نمیشم. چی رو دقیقاً متوجه نمیشی؟ ببینید دقیقاً اون قسمتشو که من از کجا باید بفهمم ورود ممنوع مال من نیست. اجازه بدید ببینید من چی میگم. شما ماشین دارید یا نه؟ نه خیر ولی میدونید تصمیم دارم بخرم و پولامو جمع کردم ولی میخوام بعد از اینکه گواهی نامه گرفتم. چند دفعه تا حالا امتحان دادم رد شدم پارک دوبل و اینا ماندم. خانم شیرزاد بله. 'من 1 کلمه از شما پرسیدم ماشین دارید یا نه؟ جوابش هم بله و خیره. 'من 1 کلمه از شما پرسیدم ماشین دارید یا نه؟ جوابش هم بله و خیره. 'من 1 کلمه از شما پرسیدم ماشین دارید یا نه؟ جوابش هم بله و خیره. 'من 1 کلمه از شما پرسیدم ماشین دارید یا نه؟ جوابش هم بله و خیره. 'من 1 کلمه از شما پرسیدم ماشین دارید یا نه؟ جوابش هم بله و خیره. 'من 1 کلمه از شما پرسیدم ماشین دارید یا نه؟ جوابش هم بله و خیره. 'من 1 کلمه از شما پرسیدم ماشین دارید یا نه؟ جوابش هم بله و خیره. 'من 1 کلمه از شما پرسیدم ماشین دارید یا نه؟ جوابش هم بله و خیره. 'من 1 کلمه از شما پرسیدم ماشین دارید یا نه؟ جوابش هم بله و خیره. 'من 1 کلمه از
ببینین نه دیگه جوابش نمیتونه بله و خیر باشه، جوابش یا بله است یا خیره. منظور منم همین بود. میشه به سوالتون فکر کنم؟ ای بابا ماشین دارید یا نه؟ نه اول راستش میخوام بخرم، میخوام بعد از اینکه گواهی نامه گرفتم ماشینمو بگیرم. چند دفعه هم تا حالا خانم شیرزاد خواهش میکنم دیگه حرف نزنید. شما ماشین ندارید درسته؟ نه اول تصمیم دارم خانم پس در نتیجه شما همیشه پیاده وارد این خیابون میشید درسته؟ خانم شیرزاد اون تابلوی ورود ممنوع مال ماشیناست، یعنی ماشینا نمیتونن توی این کوچه بیان، ورودشون ممنوعه، ولی پیاده ها میتونن بیان. بله ببینم شما اصلا تا حالا پیاده تو این خیابون نیومدی؟ نه خیر، من پیاده تو ورود ممنوع وارد نمیشدم. برای رعایت قوانین رانندگی دور میزدم از خیابون بالایی میومدم. نه باورم نمیشه. نه واقعا تاسف برانگیزه. بله مطب آقای دکتر ملکزاده دکتر افشار بفرمایید. نه عزیزم آقای دکتر افشار وقت نمیدن، سرشون شلوغه، 15 روز دیگه تماس بگیرین. ای بابا خانومم میگم سرشون شلوغه. خب این همه سال شوهرت تحملت کرده، 15 روزم روش طلاقت نده تا دکتر افشار سرش خلوت بشه گلم دیگه. خدا نگهدار. ببینم خانم شیرزاد نیما بیمار ویزیت نمیکنه؟ نه خیر. چرا؟ گفتن که رسیدگی به کارهای ساختمون براشون وقتی نمیذاره. اینجوری که خانم شیرزاد ناصر نیومده؟ نه خیر، ولی تماس گرفتن گفتن الانه که دیگه برسن. تو دیگه بیمار ویزیت نمیکنی؟ نه وقت ندارم. چرا؟ کارهای ساختمون نمیذاره هومن جون. ببین خب خیلی خوبه که اینقدر به کارهای ساختمون توجه میکنی، ولی کار خودت هم که نمیتونی تعطیل کنی که جامعه نیاز داره به تو. ببین هومن عزیز، من از همون لحظه‌ای که پذیرفتم این وظیفه خطیر رو به عهده بگیرم میدونستم که باید آرامش و آسایش شما رو فراهم بکنم. من باید اساساً از آرامش، آسایش، کار و همه چیزم بگذرم. خانم شیرزاد این جملاتو توی اون فیلم هندیه ندیده بودین؟ اصلا فیلم رو خوردن. سلام علیکم. سلام ناصر. به ناصر من نیم ساعت پیش منتظرت بودم. ببین بدجور تو بد وضعیتی حواسی چاقالی کردم، گفتم یه نیم کیلو بخریم بزنیم به بدن. ناصر عزیز، ما نسبت به ساکنین اینجا مسئولیم، تو رفتی چاقاله خریدی. اساساً من فقط یه رو دیر کردم. یه رو؟ تو واقعا فکر میکنی این یه رو من و توی ناصر جان؟ این یک رو وقت همه است. من میترسم ناصر، من میترسم از اون روزی که این ربعهای تو جمع بشه تبدیل بشه به ساعتها، روزها، ماهها. با اون وقت میترسم ناراحت بشی که این وقتها رو هدر دادی، این وقتها رو تلف کردی. این وقتها مال من تو نیست، مال همه است. این 4 تا استخون اساسی تو دهنت خورد میکنه. چقدر بد پیله تو گیر میدی؟ اینا رو خریدم واسه. ببخشید اینا چیه؟ اینا کلید پریزای جدیده. میخوام کلید پریزای دوران سهرابی رو عوضش کنم. بیا تو. با اجازه. ببخشید آقای دکتر، این که میگم باید بین خطوط حرکت کنین هم مال پیاده هاست؟ نیست؟ هست؟ ناصر دست درد نکن، اینا خیلی خوبه. قربونت برم، بهترین جنس بازاره. آره فقط یکم چیز کم نیست برای کل ساختمون؟ چرا کمه؟ خب چرا بیشتر نگرفتی؟ نه بابا کلی خریدم. الان صندوق عقب ماشین تا خرخره پر کلید پریزه. خب پس به اندازه کافی خریدی؟ آره بابا نگران نباش. 3 برابر اندازه کافی هم خریدم. 3 برابر؟ چه خبره؟ بله 3 برابر. اوکازیونه. یکی از رفیقام که تو حبس باش آشنا شدم از بنگلادش وارد کرده. میدونی که الان بنگلادش تو کلید پریز حرف اول تو تمام دنیا میزنه. عجب. چه میفهمی این چیزا رو؟ صبح تا شب چپیدی تو این مطب، چه میفهمی بازار چه خبره؟ آقا جان الان سود تو تعداد بالاست. هرچی بیشتر بخری تخفیف بیشتر میگیری، سود بیشتری هم. آخه سود چیه ناصر جون؟ ما که قرار نیست سود بکنیم. ما میخوایم با پول ساکنین این ساختمون کلید پریزا رو عوض کنیم. هم آقا جان من اینا رو کلی زیر قیمت بازار خریدم. قرارم نیست از کسی پول اضافه بگیریم. ببین کلی سود کردیم، کلی هم صرفه جویی کردیم. بیا اینم سهم تو. این چیه؟ گفتم که سهم تو 250,000 تومان. چیزم هست، سود کلید پریزاست.
من به این پول دست نمیزنم. واسه چی؟ مگه دزدی کردین؟ آقا جان این پول پورسانت هم یه پول کاملا قانونیه. خبر نداریم از این که الان کلی هم مردم با پول پورسانت دارن زندگی میکنن. من با این پولا نمیتونم زندگی کنم ناصر خان. جهنم. من مدیر این ساختمونم. من باید امانتدار سرمایه ساکنین این ساختمون باشم. این چیه؟ بابا جان نگران نباش. هیچ چی نمیفهمه. فاکتورش هم دستکاری کرد. چی تو فاکتوراش هم دستکاری کردی ناصر؟ بله خب مگه فاکتور چیه؟ فاکتور هیچ وقت واقعی نبوده. یه تیکه کاغذی که نشونه اینو اون بدی بگی من اینو خریدم. ناصر میدونی به این کارت چی میگن؟ چی میگن؟ میگن دروغ. میگن خیانت در امانت. میگن دزدی. قص نکن. اینم 4 تا استخوان تو سک و صورتت خورد میکنه ما. اصلا تو به اینکه وجدانت راحت باشه بیا زاویه نگاهتو به ماجرا عوض کن. مثلا چجوری؟ آقا داری زحمت میکشی، بیماراتو کنسل میکنی، وقت میذاری. خب فکر کن این دستمزدته. این کار دکتر سهرابی هم میکرد؟ نه اون فرق میکرد. چه فرقی؟ فرقش اینه که اون پولو میذاش جیبش که بکشه بالا، تو میذاری جیبت چون حقته. ناصر این که نتیجهش یکی میشه. چی داری میگی تو؟ مهم نیت پاک. چی؟ نیت پاک. ببین کی داره برای من از نیت پاک حرف میزنه؟ کی داره حرف میزنه؟ چه خبر؟ ببین ناصر نه من به این پولا دست میزنم نه جناب عالی‌ها گفته باشم. من سهممو قبلا برداشتم. تو چیکار کردی؟ سهمت ناصر همین الان سهمتو میذاری روی این میز، برش میذارم تو صندوق ساختمان. ناصر خان به منم دیگه از این پیشنهادای به قول خودت با نیت پاک نمیدی. اساساً مدیریت من بر روی شفاف سازی میگرده. بله. باشه. حالا که مدیریت شما بر اساس شفاف سازیه بیا شفافش کنیم. چطور؟ منم به همه میگم تو کتی شارژ نگرفتی. خانم چیز داد. ناصر خواهش میکنم. ناصر جان عزیزم خواهش میکنم. ناصر تو از کجا میدونی؟ مامان جون گفت ما کلی با هم درد و دل میکنیم. مامان من فکر نمی‌کردم مامان اینقدر دهن‌لق باشه. ناصر خواهی یه وقت چیزی نگی آبرو میره ها ناصر. اگه شما نون منو آجر نکنی منم دهنمون باز نمیکنم. میدونی به این کار چی میگن؟ چی میگن؟ میگن حق و سکوت گرفتن، اونم از برادرت. نه بابا. بله من که اینو میدونستم. بله میدونم شما اینا رو خیلی خوب میدونی. اساس اقتصاد جهان بر روی پورسانت میچرخه. الانم کار دارم باید برم. بایزه. اشتباه میگم. در ساکن ساختمونم باید این درک رو داشته باشن که اگه من قراره تمام وقتم و صرف آرامش و آسایش اونا بکنم از کجا در بیارم شکم زن بچه‌مو سیر کنم؟ پس به سلامتی بچه دار شدی آقای دکتر؟ نه من کلی عرض کردم خدمت. به هر حال داشتم خدمتتون عرض میکردم که من به هیچ عنوان زیر بار تهمت دزدی و اختلاس این حرفا نخواهم رفت. اینها اصولا برخلاف اون مدیریتی که من بهش اعتقاد دارم. آفرین. واقعا ما به مدیرانی مثل شما احتیاج داریم آقای دکتر. خواهش میکنم شما لطف دارید منتها کیک قطر بدون. ای بابا آقای افشار متاسفانه اینجوریه دیگه. ببینید آقای افشار من اگر تصمیم گیرنده بودم شما رو میذاشتم مدیر کل ساختمان‌های تهران بزرگ. نه ساختمان‌های پزشکان کشور. البته شما خیلی لطف دارین ولی اگر همچین اتفاقی بیفته آقای افشار واقعا باید تندیس شما رو ساخت و گذاشت سر در وزارت بهداشت. البته به نظر میرسه وزارت بهداشت که شما خود لطف داریم ولی خب اگه وسط دانشگاه علوم پزشکی هم باشه حالا. ببینید دکتر شما واقعا دارید شکست نفسی میکنید. منو واقعا تحت تاثیر بزرگواریتون قرار دادید. خواهش میکنم شما لطف دارید ولی خب متاسفانه به جای تشکر میان از آدم شکایت میکنم. میدونم آدم قد نشناس زیاده ولی نگران نباشید. من خودم براتون یه پست مدیریتی در نظر گرفتم. واقعا؟ بله. قاسمی. بله قربان. آقای دکتر نیما افشار میبرید میندازید گوشه بازداشتگاه و 1 هفته مدیریت سرویس های بهداشتی رو در اختیار ایشون میگذارید. باور بفرمایید سوء تفاهم پیش اومده. آخه مرد سوء تفاهم 1 بار 2 بار 3 بار 1 هفته است دارم شکایت‌ها رو تو رو میخونم هنوز تموم نشده. یعنی اینا همش شکایت از من؟ بله تازه اینا همش نیست.
نصفشم گذاشتم خونه، تنها شدم حوصله‌ام سر رفت بخونم. خب من که کاری نکردم، من فقط مدیریت کردم همین. خیلی خوب. قاسمی؟ بله قربان. شکلات بگو بیان تو. بیای تو. یک بار دیگه تو اتاق من داد بزنی یا بقیه سربازی تو میفرستم وسط کویر. ببخشید قربان. سلام جناب. سلام علیکم. سلام. سلام. این دوتا از من شکایت کردن. نه خیر، اینا فقط 2 نفرشونن. 2 تا دیگه تو بیمارستان بستری هستن. 10-12 تا دیگه هم به عناوین مختلف نتونستن بیان. 10-12 کلا مگه چند تا پزشک تو ساختمون داریم؟ تنها که پزشکا نیستن که. شکات شما کسبه، همسایه، رفتگر، تازه چند تاشون هم نتونستن بیان. شما خجالت نمیکشین از من شکایت کردین؟ این مزد زحمات من واقعا که تو عجب روی داری. نه واقعا عجب روی داری تو. این همه بلا سر ما آوردی، اون وقت مزدم میخوای؟ کدوم بلا؟ اصلا باور نکنید اینا میخوان با متشنج کردن فضا از آب گلالود ماهیشونو بگیرن. اینا چشم به مدیریت من دارن جناب سروان. بی خود چلوغش نکن. کی میخواد جای تو رو بگیره؟ با ما مدیریت تو مشکل داریم. اگه شما با مدیریت من اشکال داره، چرا پس هومن شکایت نکرده؟ ببخشید، جسارتا این آقای هومنی که میفرمایید همون دکتر زیبایی نیست؟ بله خودشه. ایشون هم شکایت کرده. شکایت کردم. خب چرا نیومده؟ گفتید اصلا نمیخوام قیافه نحستو ببینم. نامرد، تو هم هومن؟ پس اینجور که معلومه شما اصلا شکایت این آقایونو قبول ندارید، نه؟ اصلا و ابدا. من همه چیزو تکذیب میکنم. همه چیز. تو دیگه کی هستی؟ داری سر و دست منو شکوندی، اون وقت همه چی رو تکذیب میکنی ها؟ اینا سر کله‌شونو بستن که برای من پرونده سازی کنن. اینا دارن توطئه میکنن که منو بدنام کنن. اینا میخوان ثبات اون ساختمونی که من مدیریتشو به عهده داشتم و زیر سوال ببرن. پس میفرمایید که این آقایون الکی سر کله‌شونو بستن، آره؟ بله. ولی پزشک قانونی تایید کرده آقای افشار. خب حتما الکی به خودشون آسیب رسوندن که پزشک قانونی هم تایید کنه که شما یعنی برای من این پرونده رو بسازن. بله، امکانش هم هست. شاید پزشک قانونی هم با این آقایون هم دست باشه. البته این هم امکانش هست. ساکت! قاسمی، گوششو میگیری میبری میندازی گوشه بازداشتگاه. چشم قربان. سکو ببینم تو چرا اینقدر داد میزنی؟ ببخشید قربان. خب آقای دکتر، بفرمایید که داستان مدیریت آقای نیما افشار چیه؟ چه جوری بوده؟ اول که ایشون مدیر شد بد نبود، یعنی داشت یه کارایی میکرد. بعد کم کم عوض شد همه چی. یعنی چی عوض شد همه چی؟ یعنی مدیریت بهش مزه کرد.
عجب. پس ماجرا اینطوری بوده. بله دیگه واقعا نمیشد این اوضاع رو تحمل کرد. البته شما دکتر شریفی رو نمیشناسید. ایشون اساسا اغراق میکنن. من نمیگم هیچ مشکلاتی نبوده، منکرش نیستم، ولی دیگه بزرگ نمایی نکنید آقا. بزرگ نمایی میکنم؟ بله. بزرگ نمایی؟ بد کاری کردم به فکر شما بودم؟ به فکر ما بودی. اگه به فکر ما بودی طبقات زوج و فرد نمی‌کردی. جان یعنی چی طبقات زوج فرد کرده؟ یعنی اینکه طبقات زوج فقط روزای زوج حق پذیرش بیمار دارن، طبقات فرد روزای فرد. آقای افشار، بله. یعنی شما همچی قانونی گذاشته بودی؟ فقط به خاطر آسایش خودشون بوده. باور بفرمایید. یعنی بعضی وقتا ساختمون انقدر شلوغ میشد، انقدر ازدحام داشت که جا برای هیچ کس نبود. آقا خیابونا رو زوج و فرد کردن. این کار بدی بود که این کارو نمی‌کردن. نه منطقیه. بفرمایید. میگه منطقیه. ببین آقای افشار، حیف که من در این محل حکم تیر ندارم و الا یک منطقی نشونت میدادم که حالیت بشه. فقط این چیزا نبود. یه روز پارکینگ رو میبست، یه روز آب رو قطع میکرد، یه روز برق رو قطع میکرد، آسانسور رو قطع میکرد. دیگه واقعا نمیشد این وضع رو تحمل کرد. بفرمایید که چی شد که کار به اینجا رسید؟ هیچی. پیروز دکترها جمع شدیم تا تکلیف ساختمون رو روشن کنیم. کیا حمله؟ یعنی واقعا وسط ساختمان پزشکان افتادین به جون هم؟ به جون هم نیفتادیم، اینا افتادن به جون ما. یعنی تو واقعا خجالت نمیکشی آقای افشار؟ مگه مدرسه است که به جون هم افتادین؟ جسارتاً باید به عنوان یک روانشناس خدمتتون عرض کنم که اساساً این فرهنگ غلطیه که ما فکر کنیم بچه‌ها توی مدرسه میتونن به جون هم دیگه بیافتن و کتککاری کنن. ما باید به عنوان بزرگتر بچه‌ها برای اونها الگو باشیم تا از خشونت پرهیز کنن. قاسمی به این بگو زبونشو ببره، ممکنه من کنترل از دست بدم. تاش قربان، تو چرا این امروز یوری شدی داد میزنی؟ هی قربان استخ بودیم گوشمون گرفته. قاسمی نکن. خب شما چی داشتید میگفتید؟ داشتیم در مورد پرهیز کودکان از خشونت صحبت میکردیم. تا یکی صداتو ببر. حالا دیگه تو منطقه من پزشک کتک میزنی؟ تو خجالت نمیکشی؟ چرا میکشم؟ من خیلی معذرت میخوام، ببخشید. از بنده نمیخواد عذرخواهی کنی، از همکارات معذرت بخوام. ببینید دوستان، من معذرت میخوام و امیدوارم که ما نکنه دوباره بخوای مدیر باشی. یعنی چی؟ خب شما با مدیریت، شیوه مدیریت من مشکل دارید، منم دارم میگم که شیوه مدیریت ما عوض میکنم. الانم روی ماهتون رو میبوسم و شما هم تشریف ببرین شکایتتون رو پس بدید. بشین سر جات، طرف ما نیا. تا تو مدیر اون ساختمون باشی من پامو رو تو اون ساختمون نمیذارم. منم همینطور. میبینی اینا اینطوری هم یک کم تو روشون میخندی بلافاصله طلبکار میشه. شما باشید اینا رو ادب نمیکنید. چرا؟ درست. بفرمایید خجالت بکشید. خیلی خوب دیگه خواهش میکنم بفرمایید. من غیر از ساختمان پزشکان شما مشکلات دیگه دارم که باید رسیدگی کنم. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. آخه میدونید چیه؟ آخه دیگه نداره دیگه، هزار تا کار دارن. یعنی چی؟ بفرمایید آقا، بفرمایید وقتشو تلف نکنید. بفرمایید. شما نه، شما تشریف داشته باش. چرا؟ من واسه چی؟ میخوام یه خود راجع به پرهیز از خشونت با هم اختلاط کنیم. قاسمی ببرش تا من بیام. حالا نمیشه همینجا با هم دیگه اختلاط. ببرش. قاسمی برید. باش. روزتون بخیر آقا پیروز. باشه بخیر. میشه لطف کنید درو باز کنی من برم تو؟ نه. چرا نداره؟ دوست نداره. آخه چرا؟ من که یه هفته ممنوع پارک بودنم تموم شده. البته ما ممنوع پارکینگی نداریم و همه میتونن پارک کنن، ولی دکتر سهرابی گفته شما یه هفته دیگه نمیتونی پارک کنی. آخه برای چی باید 20% به شارژمون اضافه بشه؟ دیگه زور گفتنم یه حدی داره. خسته شد. من چه میدونم، میگه به خاطر تورمه. تورم که 10% رفته بالا. این 20% پیش اصلا یه چیزی، این آسانسور یعنی همیشه خرابه، درش سری بسته میشه. دیروز 4-5 تا از این مریضای من اومدن بیان موندن لای در. سلام. خوبین؟ خوبیم؟ آره خیلی خوبیم با این وضع ساختمون.
چی شده دوباره؟ 20% کشیده رو شارژ. ای بابا. در آسانسور درست شده عین گیوتین. تهویه ساختمون خرابه. من شده مثل کوره آجرپزی. ای بابا مثل که تو این ساختمون قرار نه چیزی درست بشه ها. من یکی دیگه به خرخرم رسیدم. دیگه صبح بخیر همکاران عزیز. سلام دکتر. سلام علیکم. اتفاقی افتاده؟ جسارت شارژ 20% رفته بالا. بله میدونم. خب به خاطر تورمه. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر شرمنده این در آسانسور یه کوچولو زود بسته میشه. خانم دکتر از شما بعیده بانگیری کنید. زود بسته شه بهتر از این که اصلا بسته نشه که مگه نه؟ بله راست میگی. آقای دکتر تهویه ساختمونم خرابه. مطب من اصلا خنک نمیشه. ای بابا. گرمه. میخواین اصلا من برم؟ نه من واقعا دیگه نمیدونم با شما چیکار کنم. زمستون میگین سرده، تابستون میگین گرمه. من دیگه واقعا عاجز شدم. آقای دکتر خیلی عذرخواهی میکنم. شما کاملا درست میگید. ببخشید. خب دیگه آقایون امری ندارن؟ نه دیگه. نه حل شد. با عزتون آقای دکتر. شما کاری داشتین نیما جان؟ با شما نیما جان با من کاری داشتین شما؟ نه من کاری نداشتم، حرفی هم نزدم. روزتون بخیر.